برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و گرامی، خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. شوکت محمد با شما هستم. امروز برنامه ما خصوصیت ویژگی دارد و در برنامه ما مهمان داریم که انشالله بدتر وارد برنامه ما میشوند و این مهمان ما رهبر پیمان ملی تاجیکستان آقای محیدین کبیری هستند. ما آقای محیدین کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را به برنامه امروز دعوت کردیم تا یک چند سوال‌های به میان آمده را از ایشان پرسیده باشیم و شما نیز تماشابینان عزیز گرامی از این جواب‌ها و پاسخ‌های رهبر پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان آگاه شوید. باور دارم هر یک سوالی که ما اینجا آماده کرده ایم به رهبر پیمان ملی تاجیکستان جوابش نهایت دانستنی است و باید این سوال‌ها جواب داشته باشند و جواب این سوال‌ها را باید ملت بداند. باید بدانیم که رهبری پیمان ملی تاجیکستان به این سوال‌های ما معین کرده ایم، آماده کرده ایم، چی جوابی دارند. سوال‌ها البته درباره استراتژی ملی، درباره امروزی فعالیت امروزی پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، درباره سیاست فعلی کشور چگونه باید اصلاحات به میان آورد، درباره فلسطین که امروز این مسئله داغ شده است ما سوال‌ها آماده کردیم و امیدواریم رهبری پیمان ملی تاجیکستان به این سوال‌های ما جواب‌های قانع کننده خواهند داد. حالا از یکایی که شما خواهش میکنم، کسانی که حالا ما را تماشا میکنید، لطفاً سلکه نوار را به دیگران فرستید. لطفاً دیگران را با خبر کنید تا بدانند که در اینجا برنامه رفته ایستاده است و در اینجا مصاحبه با رهبری پیمان ملی تاجیکستان آقای محیدین کبیری صورت میگیرد و چنانچه که گفتم به سوال‌های مهم اینجا ما پاسخ خواهیم گرفت. این چنین ان شاء الله که اگر وقت ماند شما نیز میتوانید در برنامه شرکت کرده به سوال‌های خود جواب گیرید. اما بدتر بعد از آن که ما سوال‌هایی که اینجا هیئت ایجادی پیام آماده کرده اند بعد از مصاحبه خودمان بعد ان شاء الله نوبت به شما هم داده می شود. یک اعلان این است که دوستان عزیز تماشابینان گرامی لطفاً به رقم واتساپ زنگ نزنید. ما نمیتوانیم زنگ شما را قبول کنیم، در رفت برنامه نمیتوانیم با شما صحبت کنیم و شما را به برنامه پیوست کنیم. تنها اگر فرصت ماند ما میتوانیم شما را توسط لینک ورود شدن به استودیو پیوست کنیم و شما میتوانید در برنامه شرکت کنید و سخنرانی نمایید. انا برای همین هم تماشابینان عزیز لطفاً خواهش میکنم تکمه های لایک را پخش کنید هرچی بیشتر و هر یک که شما الحال میتوانید سلکه یوتیوب را بگیرید و به دیگران بفرستید، در گروه ها پهن کنید، در شبکه های اجتماعی پهن کنید تا نفران دیگر نیز با خبر شوند که دوستان شما نیز با خبر شوند که اینجا در برنامه ما با سوال‌های مهم درباره تقدیر تاجیکستان جواب خواهیم گرفت. حالا شما آماده هستید تماشابینان عزیز؟ بیایید با هم در بازرسانی و همرسانی کوشا باشیم، کوشش کنیم که هرچی بیشتر هرچی زیادتر
پیوندی نوار به دیگران فرستاده شود، در شبکه‌های اجتماعی پهن کرده شود. خواهش میکنم یکایک تگمه لایک رو پخش کنید تا اینکه زیادتر دیگران نیز با خبر شوند، وارد شوند، این برنامه به ترند برآید. و در نوشتن نظرهای خود در چت یوتیوب نیز فعال باشید. شاید بعضی از نظرهایی که در چت یوتیوب نوشته می شوند ما به اینوبت میگیریم و شاید در رفت برنامه سوالهایی که شما در چت می نویسید ما شاید به رهبری پیمانی ملی تاجیکستان استاد محی الدین کبیری داده باشیم. دوستان عزیز، حالا تا یک کمتر زیاد شدن نفران انشاءالله که صبر میکنیم. بعد از آن یک کمی زیاد شدیم مهمان برنامه امروزه را به برنامه پیوست میکنیم و مستقیما برنامه رو گرفته میبریم. دوستان عزیز، تماشابینان گرامی، وقتهای اخیر بسیار مسئله ها، بسیار چیزها ناروشن مانده است، خصوصا نسبت پیمان ملی تاجیکستان، نسبت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، رهبریتش، فعالیتش. بسیار سوال های به میان آمده است که واقعا جامعه جهانی به این اهمیت داده ایستادند و سوال های خود را داده، جواب های خود را گرفته ایستادند. از جمله به نزدیکی مجله دانشگاه واشنگتن با استاد محی الدین کبیری یک مصاحبه آورسته است که بیشتر سوال های مهمی داده شده است و در آنجا جواب هم گفته شده است و با الهام به این مصاحبه ما برنامه امروزه رو تشکیل کردیم و مهمش این است که تماشابینان عزیز بعضی از سوال هایی که در اونجا مجله دانشگاه واشنگتن به استاد محی الدین کبیری داده است، ما هم اون سوال ها را گرفتیم تا اینکه تماشابینان ما نیز چی باشند از جواب رهبری پیمان ملی تاجیکستان آگاه باشند. برای همین هم برادران عزیز خواهش میکنم خواهران گرامی به برنامه وارد شوید و سلکه نوار را به دیگران فرستید و از همه مهمش در همرسانی، بازرسانی در شبکه‌های اجتماعی فعال باشید. حالا مسئولین تکنیکی میگویند که سلکه نواری که باید به مهمان فرستاده شود نو شده است. ما سلکه نوار رو به مهمان میفرستیم و بعد برنامه رو آغاز میکنیم. خب تماشابینان عزیز، امیدوارم که فعالانه در برنامه شرکت خواهید کرد. چند پیش از ما طلب شده بود که ما با استاد محی الدین کبیری یک مصاحبه داشته باشیم. در این مصاحبه نه فقط ما بلکه تماشابینان نیز به سوالهای خود پاسخ گرفته باشند و ما کوشش میکردیم که در این باره مشورت کنیم و وقتی مناسب پیدا شود و مصاحبه استاد محی الدین کبیری با شبکه تلویزیونی پیام رو پیشکش شما گردانیم.
حالا خوشبختانه امروز هم فرا رسید، این فرصت هم فرا رسید. حالا تماشابینان عزیز گرامی، مهمان محترم ما وارد استودیو شدند. استاد خوش آمدید به برنامه تحلیلی دیدگاه. تماشابینان عزیز گرامی، در برنامه امروزه ما مهمان عالی قدر ما استاد محی‌الدین کبیری، رهبر پیمان ملی تاجیکستان و رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هستند که همگان میشناسید و به هیچ مقدمه و شناسایی نیازی نیست. سلام علیکم، درود بر شما شوکت جان و بینندگان شما. امیدوارم صدا و عکس ما رو دارید در استودیو. بله، صدایتون خوب است و عکستون هم خوب است استاد. خیلی خوب است، در خدمت هستیم، بفرمایید. استاد پیش از همه تشکر به شما که دعوت ما رو پذیرفتید و وقتی پرقیمتی خود را دریغ نداشته در این برنامه شرکت دارید. من شخصا مصاحبه شما با مجله دانشگاه واشنگتن رو خواندم، بسیار جالب بود و به این فکر اومدم که واقعا یک چنین مصاحبه هم با الهام از همین مصاحبه شما با مردم خودمان داشته باشیم، چون که در اونجا مصاحبه شما با زبان انگلیسی بود و نه همه زبان انگلیسی رو میدونند و چیزی دیگر نه همه این مجله رو میخوانند و یک چیز دیگر این است که نه همه خوش خواندن خط رو دارند. انا برای همین هم کوشش کردیم که بیشتر امروز مردمی ما خصوصا مهاجران که بیشتر خوشی آن را دارند و شرایط آن را دارند که توسط نوار مصاحبه ها و این برآمدهای ما را تماشا کنند، حرکت کردیم که این گونه شرایط را داشته باشیم و شکر پروردگار که الحمدلله این شرایط مهیا شد. استاد عزیز، من اینجا چندین سوال آماده کرده هستم و پیش از همه من میخواستم بپرسم که توجهی یکی از قوی ترین و با نفوذترین مرکزهای تحلیلی و تحقیقاتی امریکا آیا گواهی این نیست که نظر امریکایی ها به مخالفین تاجیک تغییر یافته است؟ اگر ها، چی باعث این تغییرات شده است؟ اگر نه، آیا با آمدن دموکرات ها انتظاری تغییر نظری میتوان شد؟ خب، به نام خداوند بخشنده و مهربان، پیش از همه تشکر به شما که این فرصت رو برای ما هم دادید که تا با مردم عزیز در اطراف موضوعی که خیلی مهمن، موضوع داغ رو صحبت داشته باشیم. و واقعا شما درست تاکید کردید که متاسفانه این روزها مردم تاجیکستان کمتر به خواندن رغبت دارد، بیشتر رو آوردن به یوتیوب و ویدیوها. و خوب هم است که شما این برنامه رو راه اندازی کردید تا اینکه مردم تاجیک در جریان مهمترین حادثه ها باشد. البته این هم باید گفت که مسئله از همه مهم و جدی استراتژی هنوز هم صحبت های خطی در دانشگاه های علم، در مرکزهای علمی، در دانشگاه ها مطرح می شود. اما شما خیلی که گفتید نه همه دسترسی به زبان انگلیسی دارند، به این مجله های اینترنتی دارند و خوبم هست که این صحبت های ما با مردم مستقیما برگزار می شود. و سوال شما که چرا آیا این مصاحبه های ما یا رو آوردن مرکزهای مهم تحلیلی امریکایی و اپوزیسیون تاجیک شهادت از یک چرخش در سیاست های امریکا می دهد یا نه؟ من در این مسئله کمتر احتیاطکار هستم، چون که سیاست های امریکا و در عموم سیاست های کشورهای بزرگ مثل امریکا، روسیه، چین، اینها طرز نیست که خیلی زود تغییر کنند و با آمدن یا رفتن یک پرزیدنت یا یک حکومت سیاست های کلیدی این کشورهای بزرگ تغییر نخواهد کرد، چون اینا سیاست های اصولی هستند و خیلی هم دراز مدت. اما هر یک حکومت، هر یک پرزیدنت شیوه خود را دارد و طبیعی است که با آمدن و رفتن این یا اون پرزیدنت
این شیوه ها یک کمی تغییر میکند، اما سیاست های اصولی تغییر نخواهد کرد. از آن جمله من فکر نمیکنم که با رفتن ترامپ و آمدن بایدن سیاست های اصولی امریکا در مسائل های استراتژی آسیای مرکزی تغییر کرده باشد. امریکا، اروپا و کشورهای دیگر هم سیاست های استراتژی خود را از قبل طراحی کردند و اون هم افاده می شود یا تجسم یافته است در چند نکته اساسی و پیش از همه حمایه منفعت های امریکا در این منطقه. گاه می شود که منفعت های امریکا در مثلا همکاری با حکومت های دیکتاتوری هست و آقای ترامپ پنهان هم نمی کرد که می آمد با حکومت های دیکتاتوری همکاری خوب داشت، ولی همزمان امریکا از آزادی بیان، از آزادی های سیاسی، از مثلا آزادی های دینی مردم به شکل عموم حمایت میکردن، حتی در سالهای حکومت ترامپ هم. اما با آمدن بایدن و دموکرات ها به سر قدرت شاید در شیوه مناسبت با این منفعت های امریکا در منطقه تغییرات وارد شود و دموکرات ها اصولا یک مقدار بالای مسئله های حقوق بشر، آزادی ها تاکید بیشتر میکنند در مقایسه با جمهوری خواه که برای آنها بیشتر منفعت های خود امریکا مهمتر هست و اگر منفعت های امریکا را حکومت های دیکتاتوری هم در آسیای مرکزی عملی کنند، پیاده کنند، آنها بعدشان نمیاد که با حکومت های دیکتاتوری مناسبت خوبتر داشته باشند. بنابر همین من این مصاحبه که اخیراً مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی در دانشگاه واشنگتن انجام داد، این را یک تغییر جدی در سیاست‌های امریکا نمی‌دانم. یادم نرود که حتی من در زمان رهبری ترامپ هم با همین دانشگاه 2 مرتبه مصاحبه کرده بودم و به هیچ وجه این مصاحبه ها بیانگر تغییرات جدی در سیاست‌های امریکا نیست. فقط این نکته را هم باید بگیم که با آمدن بایدن یک کمی امید بیشتر در ملت ها با وجود آمد که شاید حکومت امریکا بالای مسئله های حقوق بشر، آزادی ها تاکید بیشتر کند و از دیکتاتورها مثل آقای ترامپ پشتیبانی زیاد نکند. تشکر استاد. در همین مصاحبه که به مجله دانشگاه واشنگتن دادید، در اونجا شما میگوید که از نگاه امام علی رحمان هر مرد جوان در داخل کشور سرچشمه خطر است. یعنی امام علی رحمان میخواهد که این قشر جوان هرچی در دورتر باشد، در خارج باشد، در خارج فعالیت داشته باشد. اما ببینید آیا به نظر شما همین حالت خودی حکومت رو به نابودی نمیبرد؟ حتی ملت رو هم به نابودی بردنش ممکن. زبان لط نمیخورد، مردم تماما یک به عادتهای دیگر ملت میروند، مثلا گریم حتی عرف و عادتها که فراموش میشود و هکذا به مثل همین. و این نه فقط به خودی مردم ضرر دارد، حتی حکومت را شاید از بین بردنش ممکن. به این چی میگوید؟ ببینید شوکت جان، جوابی من به این سوال دانشگاه واشنگتن این بود که وقتی اونها سوال کردن که چرا حکومت تاجیکستان در سالهای اخیر تلاش کرده است که بجای آن که در داخل کشور جای کار با وجود بیارد و جوانان در داخل کشور کار کنند، تلاش میکند که آنها را بیشتر به خارج بفرستند و اینجا چی منفعت دارد. و من حالا اگر هر چی هم بگویم تقریبا تکراری همون جواب می شود، شاید یک کمی با زبانی ساده تر. رحمانوف از این سیاست چند فایده دارد، یعنی چند برد میکند از اون که جوانان تاجیک بخصوص مردها به خارج بروند. یکمش این برد سیاسی دارد برای اون که وقتی که جوانان، نیروی کاری، نیروی جوان و کسانی که از سن 18 بالا تا 40-50 ساله در خارج کشور هستند، اون نیروی اعتراضی، نیروی زنده، نیروی پرقوت تاجیک در خارج کشور هست، کار میکند و تنها پول میفرستد و در داخل کشور رحمانوف تنها پیشوای پیرمردها، پیرزنها و کودکان هست و مدیریت کردن
این قشر از اهالی چندان کاری دشوار نیست و بعدا این قشر اهالی هیچگاه اعتراض نخواهد کرد و اگر اعتراض هم کند اعتراض بسیار ضعیف، اینها در خیابان نمی روند و نیروی اساسی که در تمام دنیا در این گونه حالتها اعتراض میکند این جوانان یا مردهای از سن 18 بالا تا 45-50 ساله هست و اینا میتوان گفت که شیره یک ملت هستند، همه ملت ها، چه تاجیک باشد چه ملت های دیگر. و رحمانوف عمدن برقصدانه این نیروی اساسی ملت رو به خارج میفرستد تا اینکه در داخل کشور با همون پیرمرد و پیرزنها و اطفال بماند. البته اون نیروهای جوانی که در داخل کشور هستند دیگر یا در حکومت کار میکنند، از حکومت امروزه بهره‌مند هستند و اونها نیروی اعتراضی نیستند. و این نیروی جوان در خارج هر چقدر اعتراض هم کنه، در روسیه مهاجرین که تقریبا 90%شون علاقه زیر رحمانوف هستند، ولی رحمانوف میگه خب بگذار در همون روسیه، در قزاقستان، در اروپا اینها اعتراض کردن گیرن، مهم که در داخل کشور نباشن. این یک برد سیاسی است. برد اقتصادیش در این است که نیروی جوان از خارج پول میفرستد و مبلغ میفرستد، در خارج کار میکند و هم اقتصاد تاجیکستان رو میچرخاند و هم این پول رو از طریق بانک های خانواده رحمان میفرستد که تقریبا همه بانک های تاجیکستان امروز در اختیار خانواده هستند و اون درصد یک فایز معین رو از انتقال پول هم میگیرد و این یکی از پهلوی اقتصادی برد رحمانوف است. و خب فایده های دیگری زیاد دارد که من در اینجا وقتی مردم رو زیاد نمیگیرم. اما شما سوال دادید که آیا این به ضرر ملت و خود حکومت در دراز مدت هست یا نیست. این به ضرر ملت نه تنها در دراز مدت، حتی در کوتاه مدت هم هست. البته ملت ما ضرر کرده ایستاده است، عائله ها میپوشند، طلاق زیاد شده است و خانواده تاجیک اون لذت و شیرینی زندگی خانوادگی را و عائلوی را ندارد دیگر. زن و کودک در دوشنبه، مردها، شوهرها و حتی فرزندان بالغ در خارج، در هجرت و اون بنیاد خانواده تاجیک که هر یک خانواده و هر یک اصلا جامعه بنیادش خانواده است، عائله هست و اون از هم میپوشد و از طرف دیگر این مشکلات فرهنگی، زبانی و ده ها مشکلات دیگر رو این شرایط هجرت به پیش آورده است. اما حکومت از این ضرر زیاد نمیبیند. چرا؟ برای آنکه با این طریق حکومت رحمانوف عمر خود را طولانی کرده ایستاده است و بعضی‌ها فکر میکنند که این در دراز مدت به ضرر خود حکومت هم هست. من برعکس فکر میکنم که این به ضرر ملت است اما با فایده حکومت است. اگر این با فایده حکومت نمی بود رحمانوف این سیاست رو پیش نمی گرفت و همین است که بجای این مبلغ ها را زواد بسازد، فابریکه بسازد، جای کار بسازد که جوانی تاجیک در داخل کشور جای کار پیدا کند، این را برای ساختمان بناهای بلند آشیانه که از آن مثلا بغیر از همون پول خرج کردن هیچ فایده نیست، مثل چایخانه کلانترین، بیبلیوتک کلانترین، تئاتر کلانترین که در اون بیبلیوتک کلانترین نه کتاب هست، از مردم کتاب جمع میکنن. در تئاتر کلانترینش یگون سپکتاکل حلال نیست، یگون پیس حلال نیست و ملت تماشابین با رژیسورهاش مثل برزو عبدالرزاق در خارج هستند و همون چایخانه یا رستورانی از همه بزرگتر به نفع کی است وقتی مردم پول ندارد. بنابر همین رحمان در میان مدت فایده کرده ایستاده است اما این به نهایت نیست. وقتی که ملت با پا خست و اعتراض کرد دیگر طبیعی است که این سیاست‌های کوتاه مدتی رحمانوف برای بیرون کردن جوانان از وطن به خارج در نهایت به ضررش انجام خواهد شد اما در این کوتاه مدت از آن استفاده برده ایستاده است. حضور ببینید عین حال همگان شاهد هستیم که در خارج از کشور سر و صدای مردم تاجیک خیلی بلند است و علاقه مهاجران و در عموم مردم در خارج از کشور، مردم تاجیکستان در مهاجرت نسبت سیاست پیش گرفته تاجیکستان سر و صداها بلند کرده ایستادند. آیا این برای حکومت تاجیکستان آواز دخول شنیدن از دور خوش است؟ یعنی میخواهد همین مردم اگریسی خود را در همین خارج خاموش کنند و همه علمهای خود را
برارند بگویند و یک اندازه آرام بشوند در خارج. حالا به تاجیکستان رفته اویا ببینید شوکت جان، هیچ یک حکومت دیکتاتوری نمیخواهد که نه در داخل نه در خارج هیچ اعتراض از یک نماینده ملت، از یک شهروند نسبت سیاست های او باشد. اما اگر نتواند پیش راه این اعتراض ها را در خارج بگیرد، حداقل تلاش میکند که این اعتراض ها در داخل پیدا نشوند، چون باز تکرار میکنم برایشان ناخوشایند است چه از در داخل این اعتراض میشود چه در خارج. زیرا اونها وقتی که میگن پیشوای ملت این معنا را دارد که همه ملت او را قبول دارند. اما وقتی که یک عده از خارج هم باشد میگه که نه ما شما را قبول نداریم، پس اون حالا استاتوس یا مقام پیشواگی از بین می رود. بنابر همین اونها تو نمیخوان که در خارج هم یک نفر اعتراض کند و هر کسی از خارج هم باشد اعتراض کند بلا فاصله با او تمغه خائن و تنفروش یا فروخته شده خواجگان خارجی را میزنند و میخوان و مردم بگن که نه اینها جزء ملت نیستند. اما شما دیده ایستادید که دیگر نتوانید پیش روی اعتراض ها در خارج را بگیرد. حالا تلاش کرده ایستادند که این اعتراض ها به داخل نکوچد. اما من فکر میکنم که این اولی کار است و الکی این اعتراض ها به داخل کوچیدند و روز به روز زیاد شده ایستادند و وظیفه ما و شما هم اپوزیسیون هم و مبارزین هم در این است که حالا مردم که در خارج دیگر 90%ش الکی علیه سیاست های رحمانوف است. آیسته آیسته این اعتراض ها را در داخل زیاد کنیم و این صدای دل مردم در داخل بیشتر شنیده شود، چون که ما هر چقدر در بیرون اگر اعتراض کنیم و مردم هم با ما 100% شریک هم باشن، تا روزی که در داخل این بیداری ملت پیدا نمی شود فایده ندارد و من فکر میکنم که اون روزها دیر نیست و این استافیت الکی از بیرون به داخل کوچیده ایستاده است و فقط باید تلاش‌ها و فعالیت‌های خود را بیشتر و قوی‌تر کنیم و مردم احساس کند، مردم داخل هم درک کند که کسانی که از بیرون صحبت کرده ایستادن دشمنی ملت نیستند و بدخواه ملت نیستند، بلکه اینها هم جزء همین ملت هستند و میخوان هرچه زودتر ملت از این مصیبت‌ها برهد. استاد عزیز، شما در همین مصاحبتان به همین مسئله هایم دخل کرده اید و اینجا یک شما از جامعه بین المللی یک طلبات جدی کرده اید و گفته اید که از جامعه از استفاده همه گونه وسیله های مشروع بین المللی برای دادن شانس به ملت تاجیکی از پنجه این نظام دیکتاتوری رها یابد و یک حکومت مسئولیت شناس را سر قدرت بیارد. یعنی این چگونه یک وسیله مشروع بین المللی است؟ یعنی راه‌های دیگر غیر انتخابات و تظاهرات باز دیگر راه‌ها هم وجود دارند؟ ببینید من وقتی درباره آن صحبت میکنم که وقتی عمل رسیده است دیگر هم به خارجی ها هم به داخلی ها هم به امریکا، به اروپا، به روسیه، به ایران، به ترکیه به همه گفته ایستادیم که قدم اول این است که ما باید واقعیت مردمی تاجیک رو بشناسیم، اعتراف کنیم. واقعیت این است که با این حکومت دیکتاتوری رحمانوف تاجیکستان و ملت تاجیک آینده ندارد. یعنی این قدم اول برای رسیدن به یک حل استراتژی هست. وقتی که ما واقعیت رو اعتراف کردیم و این حق ملت تاجیک است که دیگر خود را از پنجه دیکتاتور برهاند. وظیفه ملت این است که خودش وارد عمل شود و اقدام های جدی را آغاز کند، اما وظیفه خارجی ها و هر کسی که خودش را دوست تاجیکان و تاجیکستانی ها میداند، چه این امریکا باشد، چه روسیه باشد، چه کشورهای منطقه باشد، اگر واقعا اونها صمیمانه خود را دوست ما تاجیکان و تاجیکستانی ها میدانند، باید چند کاری مهم را انجام بدن. یکی اینکه از پشتیبانی و حمایت دیکتاتورهای منطقه از اون جمله دیکتاتور تاجیکستان خودداری کنند. این حمایت چی هست؟ من در صحبتم با امریکایی‌ها هم گفتم که یکم دعوت کردن رحمانوف به اروپا، به امریکا، این خودش یک نمود پشتیبانی از دیکتاتور است. برای چی؟ برای اینکه رحمانوف با تبلیغاتش این را همچون
پشتیبانی اروپا یا امریکا از سیاست‌هایش می‌داند. شما یادتان است وقتی که او سفر کرد به پاریس، اگرچه خود فرانسوی‌ها گفتند که این یک سفر عادی معمولی هست و این گونه دعوت‌ها از همه پرزیدنت‌ها می‌شود، این به معنای پشتیبانی از سیاست‌های سرکوبگرانه رحمانوف نیست. اما ما با فرانسوی‌ها گفتیم که شما ببینید وقتی به زبان تاجیکی تبلیغات خاور، تبلیغات تلویزیون‌های تاجیکستان و دیگر فابریکه جواب را اگر اهمیت بدهید، اینا نمیگن که این یک سفری کاری پرزیدنت به یک کشور اروپایی هست و این گونه سفرها را هم انجام میدهد، بلکه اینها میاد میگن که امانوئل ماکرون یا که اروپا، فرانسه از سیاست‌های پیش گرفته رحمانوف پشتیبانی کرده ایستاده است. اگر پشتیبانی نمیکرد او را دعوت نمیکردند. ما پیام ما با امریکا، با اروپا، با کشورهای دموکراتی این است که اجازه ندهید که دیکتاتورها از این سفرهای کاری فایده تبلیغاتی کنند و این یک نکته است. نکته دیگر این است که وقتی که دیکتاتورهای مثل رحمانوف تمام وسیله‌های قانونی و مصالحت آمیز را برای رسیدن به آزادی را میبندند، مثل انتخابات، مثل تظاهرات های مصالحت آمیز، پس سوال با وجود میاد که این ملت چیکار کند که باید از یک دیکتاتور رها یابد. در تاجیکستان انیق است 100% که دیگر از طریق انتخابات امکان ندارد. ما این را بارها تجربه کردیم و تمام راه‌ها بسته است. پس کدام در تاجیکستان بله؟ پس کدام راه وجود دارد؟ ببینید 30 سال است که در تاجیکستان یگان تظاهرات مصالحت آمیز برگزار نشده است و اجازت هم ندارد. وقتی که یک گروه اوباش یا اوانگارد یا هر کسی باشد علیه ما مخالفین تظاهرات کند بدون اجازت به رعایت کردن قانون، اونا حق دارن که بیاین تظاهرات کنند، سنگسار کنند، منزل‌های ما را تحقیر کنند. اما وقتی که یک گروه از مردم عادی برای اینترنت، برای معاش، برای آزادی‌ها، برای حق خودش اگر بخواهد تظاهرات کند، او را یا خائن میگویند یا میبرند زندانی میکنند و مانع میشن. پس این راه‌ها بسته شد. یگانه راه این میماند که ملت تاجیک به یک اعتراضی بدون خشونت دست بزند. این قیام مردمی و این اگر ما منتظر شویم که باید که درخواست تظاهرات کنیم و بعد حکومت اجازه بدهد، این خیال خام است. بنابر همین وقتی که اون روز و ساعت رسید باید که ملت دست به یک قیام سراسری ملی بزند و در اینجا پیام ما با امریکا، با اروپا و با کشورهای دوست منطقه این است که وقتی که ملت دست به یک تظاهرات دست جمعانه ملی میزند و زود مردم تاجیک را اوباش و اکستریمیست و رادیکال اعلان نکنند و اون اقدام هایی که حکومت رحمانوف پیش میگیرد برای سرکوب کردن مردم خود این را پشتیبانی نکنند و برعکس بیان از مردم، از ملت تاجیک دفاع کنند و اون وقت ما خواهیم دید که دوستان ما در خارج، کشورهایی که خود را دوستی تاجیکان و تاجیکستان میدانند چگونه رفتار خواهند کرد و پیام ما هم با خارجی ها، با امریکا، با اروپا و کشورهای منطقه این است که در مسئله وقتی که رحمانوف سرکوب میکند از ملت خودش را در پهلوی ملت بیستند و از مردم تاجیکستان دفاع کنند. ببینید این حال اگر به وضعیت تاجیکستان اهمیت دهیم، فرض کردیم وضعیت امروزی تاجیکستان رئیس جمهور دیگر شد، امامعلی رحمان رفت و نفر دیگر سر قدرت آمد. آیا در همین حالت که مردم از حکومت و از رئیس جمهور طلبی زیاد ندارند، نه چندان طلب دارند و طلب نمی کنند که مسئولیت های قانونیش رو رئیس جمهور اجرا کند، باز یک نفر دیگر رو در همین حالت مگر دیکتاتور نمی سازیم از نفر دیگر، از تغییر خوردن بدون آمادگی مردم از تغییر خوردن رئیس جمهور چی مراد حاصل می شود؟ تا وقتی که ملت تاجیک آماده یک تغییرات نباشد، تغییرات ذهنی، تغییرات داخلی و تغییرات فکری، هیچ گونه انقلاب، قیام مردمی، یگان تغییر کردن حکومت، آمدن یک پرزیدنت نو فایده ندارد. زیرا اگر ملت همین طوری که الان هست همین خیلی باقی بماند، ملت خاموش، ملت سرخم،
ملتی که هیچگاه سوال نمیگذارد و هیچگاه طلب نمیکند از حکومت، ملتی که فقط مداحی و چاپلوسی و تملق میکند، هر کسی هم به جای رحمانوف بیاد تبدیل به یک دیکتاتور دیگر میشود. چی من باشم، چی شما باشید، چی فرزند رحمان، چی هر کسی دیگر. و همیشه دعوای ما هم با ملت، پیام ما هم با ملت تاجیک این است که خودشون رو تغییر بدهند، شروع کنن یاد بگیرن سوال گذاشتن، مسئله گذاشتن و طلب کردن. تمام ملت های دنیا طلب میکنن. طلب کردن از حکومت حق کنستیتوسیونی یک ملت است. طلب کردن از وزیر، از پرزیدنت، از دپوتات، از رئیس ولایت، از رئیس ناحیه، از همه مسئولین. برای اینکه ما و شما مسئولین رو انتخاب میکنیم، معاش میدهیم، با آنها ماشین داده میشود، با آنها حاکمیت داده میشود تا اینکه زندگی مردم را درست کنن، معاش مردم را درست کنن، برای مردم جای کار با وجود بیارن. چگونه میشه تصور کنید که امریکا، فرانسه، آلمان کشورهای قوی ترین دنیا هستند، بالاترین معاش را به مردمشان میدهند، بهترین نفقه را میدهند و در اینجا ما زندگی میکنیم، اصلا یگان مشکلی ندارند، ولی باز همین ملت ها از پرزیدنت ها، از سروزیرها طلب میکنن، میپرسن، تنقید میکنن، اونها را به استعفا روان میکنن، آنها را عوض میکنن، یک حزب دیگر را میارن. برای مثال مگر خانم مرکل در آلمان رهبری بد داشت در این طول 14-15 سالش؟ بهترین زندگی را برای مردم گرمانیا پیشنهاد کرد و در همین مصیبت کرونا ما در همین جا دیدیم چقدر خدمت ها به مردم کرد. اما امروز بعد چند ماه در آلمان انتخابات پارلمانی هست، الکی پیش بینی ها بر این است که حزب‌های اپوزیسیون سر قدرت میآیند و مگر مرکل رهبری بد بود، اما مردم آلمان مردم زیرک است، داناست، میداند که اگر یک حزب دیگر را سر قدرت نآورد، این حزب به یک حزب دیکتاتوری تبدیل می شود، پرزیدنتش به یک پرزیدنت دیکتاتور تبدیل می شود. بالاخره ما ملت تاجیک هم باید بیاموزیم که از رحمانوف طلب کنیم که برای چی برق نداریم، برای چی راه خوب نداریم، برای چی پایین ترین معاش رو نه تنها در منطقه سابق شوروی، در سطح جهانی یکی از پایین ترین معاش ها در تاجیکستان است، پایین ترین نفقه هست و از همه بیشتر در مقایسه با شماره اهالی ما مهاجر داریم و بیشترین درآمد بودجه ما از حساب مهاجرین است، نه از حساب کارخانه ها، نه از حساب درآمد در داخل کشور. برای چی یک خانواده اقتصاد را مونوپول کرده است، تمام رگهای اقتصادی ملت را در اختیار خودش گرفته است. ما کی این سوال ها را به حکومت، به رهبریت گذاشته میتونیم؟ تا اگر این طلب ها را نکنیم، این سوال ها را نگذاریم، برادر شوکت جان، اگر منم پرزیدنت شوم، شما هم شوید، هیچ شرایط تغییر نمیکند. بنابر همین ما و شما وظیفه‌مون این است که ملت تاجیک را یاد بدهیم که سوال بگذارد، طلب کند، انتقاد کند. در اون وقت نه تنها من و شما بلکه خود رحمانوف هم مجبور می شود که فعالیتش را دیگر کند. ببینید وقتی که ما و شما مسئله گذاری کردیم درباره کرونا ویروس، رحمانوف یک ماه پافشاری کرد که در تاجیکستان کرونا نیست، این تهمت است و خائنان ملت از بیرون میگیرد. اما بعد یک ماه تاب نآورد، مجبور شد که با گفته ما و شما رفتار کند، مجبور شد کرونا ویروس را اعتراف کند، مبلغ جدا کند، خودش آمد در رسانه ها گپ زد. یا در مسئله مرز با قرقیزستان یا در مسئله های دیگر، وقتی که ما و شما مسئله میگذاریم، طلب میکنیم، اول ما را تنقید میکنن، تحقیر میکنن، ما و شما را خائن میگوین، بعد مجبور میشوند با گفته های ما و شما عمل کنید. من یک مثال میارم، ما و شما چقدر میتوانیم ملت قرقیز را تحقیر کنند، تنقید کنند. متاسفانه در این مسئله مرزی خیلی بالای ملت ما فشار آوردن. اما ببینید که برخلاف ما و شما قرقیزا چه میکنند؟ وقتی که گفت و شنید طرف تاجیکستان و قرقیزا میشود، تاشیف بعد هر یک گفت و شنید با طرف تاجیک میاد پرس کنفرانس تشکیل میکند و به ملتش گزارش میدهد. برای چی؟ مگر تاشیف این را میخواهد که با مردم صحبت کند؟ نه، طبیعت هر یک منصبدار این است که از مردم دور باشد. اما مردم قرقیز طلب میکنند که با یتیموف گفت و شنید کردی، چی به نتیجه شد؟ با فایده ملت قرقیز چی شد؟ و او مجبور است که گزارش بده. این سازشنامه که اخیراً یک روز پیش بود یا 2 روز پیش مسئولین قرقیز و تاجیک در آش امضا کردن برای دمارکاسیا،
بلافاصله طرف قرقیزستان و ملت قرقیز گزارش داد، اما از طرف تاجیکستان خاموشی است. برای چی؟ برای اینکه ما و شما طلب نمیکنیم. مردم طلب کردن رو یاد نگرفته است، ناآموخته است. وقتی آن را رسیده است که ما و شما هم طلب کنیم، بدانیم که در این گفت و شنید طرف تاجیکستان چی میگوید و چی را امضا میکند. نه اینکه وقتی که امضا کرد کار تمام شد بعد بیان با ما بگن که ما مرز رو از اینجا معین کردیم، این قسمت مرز به طرف قرقیزستان رفت، اینش به طرف تاجیکستان. بالاخره ما و شما باید بتوانیم منفعت‌های ملی خودمان را آشکار حمایت کنیم، از هیچ کس نترسیم، فشار بیاریم بالای حکومت تا اینکه به ما و شما گزارش بده. این قدم اول برای خودشناسی ملت است. اگر ما این کار رو نکردیم مطمئن باشید که بعد رحمانوف باز یک دیکتاتور دیگر خواهد آمد. بله، حالا شما در همین مصاحبهتون هم گفتید که تغییر نظام در تاجیکستان باید این استراتژی ملی باشد. یعنی چگونه تغییر نظام؟ ببینید، تغییر نظام رو من میگم که یکی استراتژی ها و اولویت های ملت ما در تاجیکستان این تغییر نظام حاکمیت هست، نه اینکه یک پرزیدنت رحمانوف، نه اینکه یک خانواده به تنهایی. ما باید وقتی که این حاکمیت تغییر می‌یابد یک مجموعه از قانون‌ها را هم باید تغییر بدیم. مناسبت حکومت با مردم را تغییر بدیم. باید ببینید در ساحه معارف، تندرستی، نفقه، جای کار، در مسائل انتخابات، ده ها مسئله هست که باید ما این را کاملا تغییر بدیم، قانون‌ها تغییر بدیم. برای مثال این قانون مسخره‌آمیز تنظیم، قانون درباره دین، قانون درباره پرزیدنت، قانون درباره پیشوا، اگر ما این قانون‌ها را تغییر ندهیم در یک مدت 6 ماه تا 1 سال بعد از تغییر حاکمیت، معنی آن را دارد که ما این نظام حاکم را، این سیستم را تغییر دادنی نیستیم، بلکه فقط به جای دیکتاتور رحمانوف دیکتاتور کبیری یا که دیکتاتور شوکت محمد می آید. مردم چی فایده میکند از این؟ مردم چی برد دارند؟ خب چی فایده میگیرد مردم که یک دیکتاتور را با یک دیکتاتور دیگر عوض کند؟ اما وقتی ما میگیم که باید مردم از این تغییرات فایده ببیند، فایده در اقتصادش، در معاشش، در نفقهش، در آزادی‌هایش، در آزادی‌های دینی، اقتصادی، فرهنگیش، باید که کاملا نظام حاکمیت را تغییر داد. وقتی که ما نظام حاکمیت میگیم، اینجا خودی حکومت داران، قانون‌ها و مناسبت مردم با حاکمیت و مناسبت حاکمیت با مردم است. بنابر همین من در صحبت‌هایم همیشه میگم که استراتژی ملی باید این باشد که تمام این سیستم حاکمیت تغییر کند. بعضی‌ها این صحبت‌های ما را به شکل خود تفسیر میکنند. برای مثال وقتی که ما میگیم که نظام حاکمیت باید که تغییر کند، میگه پس شما به جای این حکومت دنیوی دموکراتیکی در کنستیتوسیا هست، شما یک حاکمیت دینی را آوردنید. منظور از صحبت‌های شما همین است. ما میگیم نه، اینجا اولش که در تاجیکستان نه حکومت دموکراتی است نه دنیوی. باید معیارهای اساسی کنستیتوسیا دنیوی و دموکراتی اجتماعی بودن حاکمیت حفظ شود. ما برعکس باید که انا همین معیارهای کنستیتوسیا را برگردانیم به حیات واقعی تاجیکستان و مردم تاجیک در حیات هر روزه‌اش دموکراتی، دنیوی، اجتماعی و حقوق بنیاد بودن دولت را احساس کند. مردم تاجیکستان فقط در کنستیتوسیا میخواند، اما در حیات هر روزه‌اش نه کشاورز، نه تاجر، نه دانشجو، نه نفقه‌گیر، نه مهاجر در حیات هر روزه‌اش نظام دموکراتی، حقوق بنیاد و دنیوی بودن را احساس نمی‌کند، بلکه یک نظام خانوادگی دیکتاتوری را می‌بیند. بنابر همین وظیفه ما و شما از تغییر ساخت دولتداری یا که نظام دولتداری این نیست که ما ساخت کنستیتوسیونی را تغییر بدیم، بلکه ساخت کنستیتوسیون را به جای خود برگردانیم، اونی که از طرف خانواده رحمانوف دزدیده شد، و دست به یک اصلاحات شامل و کامل در مدیریت کشور بزنیم. ببینید استاد، واقعا نسبت 8 یا 10 سال پیشتر قریب کلا اندیشه شما تغییر خورده است. 8 یا 10 سال پیشتر شما مردم رو بیشتر به صبر دعوت میکردید، میگفتید صبر کنید همه خوب میشود. این رو به چی امید میگفتید شما؟ چی امید از این حکومت داشتید؟
ببینید من هنوزم دعوت به صبر میکنم. یعنی معنی ندارد که مردم صبر رو از دست داده باشن، خدای نکرده دست به یک اقدام ناسنجیده بزنن. در مبارزه صبر کردن هم این صبر است. وقتی که من میگم مردم باید صبر کنن، بعضی برادران مثلا 5 سال 10 سال مبارزه میبرن و ما ناامید میشوند، مبارزه رو رها میکنن، میرن با رحمانوف یک جای میشن که ما رو در تجربه چندی کردیم. پس این برادر مبارز در مبارزش صبر نداشت. صبر به معنی آن است که یک آدم باید در طاقت کند، در مبارزش صبور باشد و وقتی که به یک نتیجه رسید، به یک خلاصه آمد، اون اقدام جدی رو بگیرد. موقع من چرا کمتر تغییر کرد؟ من تقریبا تا سالهای 2012 2013 به این باور بودم که همین خود رحمانوف و حکومتش اصلاح پذیر هست. به این باور بودم که کمبودی‌های زیاد دارد، جنایت‌های زیاد کرده است، اما می شود او را با راه گفتگو فهماندن متقاعد کرد که این راهی که رفته ایستاده است غلط است، باید خودش رو اصلاح کند. تقریبا از سالهای 2012 من به این نتیجه رسیدم که رحمانوف دیگر اصلاح پذیر نیست و این تغییرات در گفتگوی من، در صحبت‌های من از سالهای 2012 تقریبا آغاز شد. بعد از آن که پروتکل 3220 اون پروتکل مخفی با امضای خود رحمانوف نشر شد و من همچون دیپوتات از رحمانوف طلب کردم که این پروتکل را نسخه اصلی را به ما نشان بدهد و شرح بدهد که این چه پروتکل است، چرا این پروتکل برخلاف کنستیتوسیا، برخلاف قانون‌ها و سازشنامه صلح از طرف رحمانوف امضا شده است، چون که یک عهدشکنی و قانونشکنی آشکار است. اون وقت شیرخان سلیم زاده که پروکورور گنرالی بود به درخواست رسمی من همچون وکیل جواب داد که بله چنین یک پروتکل امضا شده است، ولی اون نسخه که نشر شد در بعضی جاهایش تحریف شده است و ساختکاری است. من گفتم اگر این پروتکل اصلی نیست، پس به من پروتکل اصلی رو نشان بدید که من به مردم شرح بدیم که دیگر به من یعنی همچون عضو پارلمان شما حق داشتید. بله من همچون وکیل پارلمان حق داشتم که این پروتکل رو به من نشان بدید و من آماده بودم که امضا کنم که این نسخهش رو کپی نمیکنم و به هیچ کس نشان نمیدم. اما اونها وقتی که به من نشان ندادن، من فهمیدم که این پروتکل این نسخه اصلی هست و این پروتکل غیر قانونی و ناجوانمردانه رو رحمانوف امضا کرده است. از اون روز به بعد برای من دیگر آشکار و واضح بود که رحمانوف دیگر اصلاح پذیر نیست و در سخنرانی های من هم تغییرات به وجود آمد. اگر شما یادتان باشد در یوتیوب هم هست، من آشکار گفتم که اگر رحمانوف دیگر حاکمیت کردن نمیتواند، جا را خالی کند و ما یا یک کسی دیگر بیاد این ملت رو رهبری کند. این حرف رو من در داخل کشور در دوشنبه گفتم و این حرف نیست که من در خارج گفته باشم. بنابر همین دیگر اون تغییراتی که در موقع ما با وجود آمد به سبب آن بود که ما دیگر متقاعد شدیم که رحمانوف اصلاح پذیر نیست و امروز هم من در مصاحبه با دانشگاه امریکا هم گفتم که ما به این نتیجه رسیدیم که رحمانوف دیگر اصلاح پذیر نیست و نصیحت کردن رحمانوف که برگردد به گفتگو، برگردد به رعایت قانون، به حقوق بشر، این یک بجز از تلف دادن وقت و نیرو چیز دیگری نیست. بجای آنکه ما رحمانوف رو نصیحت کنیم، دعوت به رعایت قانون کنیم، باید خودمون وارد یک مرحله جدی شویم و رحمانوف رو از سر قدرت دور کنیم و این واقعا هم باید یک استراتژی ملی باشه. تشکر استاد. حالا ما در اولی برنامه گفتیم که نه همه شرایطی با انگلیسی خوندن این مصاحبه شما رو دارن. ظاهرا میبینیم که نفران بودن پیدا شدن که مصاحبه شما رو خوانند و ملاحظه هم پیدا کنند و به شما سوال هم فرستند. در اینجا گفته شده است حکومت پیشگیری از افراطگرایی و تندگرایی را در بوغی کردن و در حالت فشار نگاه داشتنی قشر دیندار جامعه می‌بیند. هرچند این دعوا رو ندارد ولی ظاهرا از عملکردهایش دیده می شود. اما به شما گفته شده است، اما شما میگویید که رپرسیه و محدود کردن مخالفین، دیگراندیشان و دینداران سبب اصلی رشد تندگرایی در کشور ماست. مشکل اقتصادی، مهاجرت و کروپسی عامل‌های کمک‌رسان در مسئله رادیکالیسم و تندگرایی میباشند. لطفاً این را شرح میدادید. بله، من به این اعتقاد هستم که اون سطح یا رشد رادیکالیسم و افراطگرایی که در تاجیکستان هست
هیچ ربط به خود دین مبین اسلام ندارد. و شما ببینید کیها بیشتر به اندیشه های رادیکالی گرایش پیدا کردن؟ نه اعضای حزب نهضت، نه یگان نفری که در دانشگاه ها یا در مدرسه های دینی تحصیل کردن، نه فرزند یگان داملا، ایشان یا امام خطیب، بلکه بیشتر کسان گرایش پیدا کردن که یا تربیت دیده خود مکتب و دانشکده و دانشگاه های حکومتی دنیوی بودن، یا از خانواده شخصیت های دنیوی هستند، یا حتی بعضی پیروان حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، فرانت خلقی. شما گلمراد حلیموف را کی تربیت کرده بود؟ همین حکومت جمهوری تاجیکستان. یا خانواده چالوفا، چندین نفرشون در سوریه رفتن. یا بسیاری کسانی را ببینید، همون کسانی که دست به سلاح زدن فرزندان پدر و مادرای هست که یا معلمن یا کارگری حتی مقامات دولتی هستند. من چند را میشناسم که از فرزندان دیپلمات‌های تاجیکستان در داعش و در دیگر گروه‌های مسلح هستند. پس اگر ما واقعا یک تحلیل با انصافانه و علمی کنیم، می‌بینیم که افراطگرا شدن یک بخش از جامعه تاجیکستان نه تنها به دین مبین اسلام ربط ندارد و دین اسلام سرچشمه این افراطگرایی نیست، مسجد و مدرسه سرچشمه افراطگرایی نیست، بلکه محدود کردن دین مبین اسلام، محدود کردن مسجد و مدرسه خودش باعث بیشتر شدن افراطگرایی شده است. برای آنکه دیگر یک جوان تاجیک معلومات درست را درباره دین مبین اسلام و اندیشه‌های معتدل دینی از سرچشمه درست از یک امام خطیب محترم و صاحب احترام نمیگیرد، از یک استاد با دانش و با منطق دینی نمیگیرد، بلکه از شبکه‌های اینترنتی و از گروه‌های رادیکال و افراطگرای خارجی میگیرد. خارجی به معنی آن که در آن تاجیکان هم هستند دیگر. بنابر همین من عامل اصلی رشد افراطگرایی در تاجیکستان و نه تنها در تاجیکستان، در سراسر دنیا را در آن میبینم که مردم مشکلی آزادی دارند، مشکلی اقتصادی دارند و روبرو با یک حکومت‌های سرکوبگر دیکتاتوری هستند. در تاجیکستان اگر مردم، حالا الحمدلله خدا را شکر که مردم مسلمانند و پایبند دین مبین اسلام هستند، اما اگر بیل فرض تخمین میکردیم که مردم مسلمان هم نمیبود و حالا تاجیکان پیروی هر دینی دیگر هم که میبودن تاریخاً، همین رادیکالیسم با وجود می آمد. مردم وقتی که جای کار ندارد، معاش خوب ندارد، آزادی انتخاب ندارد، آزادی اقتصادی ندارد، پس او چیکار کند؟ او حتما پیروی از یک اندیشه‌های رادیکالی الटरनेटिव्ی میکند که برای او راه حل زودتر را پیشنهاد میکند. و رادیکالیسم تنها به اسلام ربط ندارد. ما رادیکالیسم مارکسیستی داریم، رادیکالیسم مسیحی داریم، رادیکالیسم بودایی داریم، تمام انواع رادیکالیسم در دنیا هست. اما چون مردم تاجیک مسلمان هست، بهترین و نزدیکترین شعار یا راه حل را در اسلام جستجو میکند و همون اندیشه‌های افراطی را از نام اسلام گروه‌های افراطی هم به مردم پیشنهاد کرده ایستادند و متاسفانه این یک واقعیتی هست. شما ببینید حکومت تاجیکستان در این من نمیگم 10 سال، حتی در 20 سال اخیر خودش با این سیاست ضد دینی و ضد ملیش به چه نتیجه رسید؟ نتیجه کار حکومت در همین 20 سال اخیرش در مناسبت با دین چی شد؟ امروز ما یک گروه زیادی از بچه‌های تاجیک را داریم که پیروی کردن از گروه‌های رادیکالی، رفتن به سمت داعش، القاعده و طالبان و دیگر گروه‌ها. از طرف دیگر در داخل کشور داملوها و پیشوایان دینی کاملا بی آبرو شدند، غیر مردمی شدند. حکومت شخصیت‌های علمای صاحب احترام با تقوا و اونهایی که در بین مردم آبرو احترام داشتند، اونها را از سر منبر دور کرد. به جای آن آورد یک عده افرادی را که مداح هستند، علم درست ندارند و در بین مردم صاحب احترام نیستند، اونها را در منبر مساجد نشاند و نتیجهش همین شد که ما دو روز پیش در نوارها را دیدیم در سایت ها که یک امام خطیب، همون پسر مفتی سابق که من رو خوب میشناسم، اون اسمش جمال الدین است یا جلال الدین هست، همچون سرخطیب یک ناحیه با لفظ درشت تحقیر میکند نمازگزاران را
و تهدید میکنه که من این مسجد رو اگر نبستم من فلان و فلان. شما ببینید امور دینی مردم در دست یک عده اوباش مداح است. این هم اوباش است، هم جنایتکار است، هم بیسواد است. اما چرا این را امام خطیب یک ناحیه کلان تاجیکستان مونده؟ برای آنکه مداح است، متهم نزد حکومت است. من حالا در اینجا نمیخوام بیوگرافی این آدم را و کارنامه‌اش رو بگم که با چه کارها مشغول بود و مشغول است، چون خوب نیست. اما حکومت این یک آدمی ضعیف را از لحاظ دینی و یک آدمی بی‌آبرو در نزد مردم نمازگزاران را سرخطیب میماند برای آنکه مردم از امام خطیب و مسجد دور شوند، دلسر شوند. و این نمازگزار، این جوان وقتی که به سرخطیب اعتقاد ندارد، به ملا اعتقاد ندارد، به مدرسه و مسجد در داخل کشور دیگر اعتقاد ندارد، ولی خودش مؤمن است، مسلمان است، میخواهد پیروی از ارزش‌های دینی کند، طبیعی است که بعد میرود دنبال داعش و القاعده و هر کسی که در اینترنت برای او الटरनेटिव فکر را پیشنهاد میکند. بنابراین حکومت تاجیکستان هیچ راه ندارد بجز اینکه برگردد به همون پیشنهادهای سالمی که ما میکردیم، بالا برداشتن جایگاه و آبروی مسجد، مدرسه و امام خطیب. یگانه راه بالا برداشتن آبروی اینها در این است که انسان‌های واقعا هم سالم، عالم و انسان‌های پاک و پاکیزه را بیارد به سر منبر بشیناند، مسجدها را باز کند، مدرسه ها را باز کند، در هر یک ولایت چند تا دانشگاه دینی بسازد. هیچگاه مقایسه نکند که مسجد را با مکتب، که ما مثلا چند هزار مکتب داریم و چند هزار مسجد. اصلا این دو چیزی مقایسه نشونده هست. بگذار مردم 10,000 مسجد داشته باشند، بگذار مردم از مسجد سیر شوند، از مکتب سیر شوند. بعد اون وقت شما میبینید که مردم چقدر از یک امام خطیب سالم و امام خطیب درست پیروی خواهند کرد. بنابر همین من چون نمیخوام طولانی در این موضوع صحبت کنم و من در مصاحبه هم گفتم و حالا هم تکرار میکنم که مشکل اساسی رادیکالیسم و افراطگرایی در تاجیکستان نه دین مبین اسلام هست، نه ملا هست، نه خطیب است، نه مسجد و مدرسه، بلکه رفتارهای حکومت دیکتاتوری رحمانوف است که باید اصلاح شود. حالا بر رفتارهای حکومت دیکتاتوری اشاره کردید که باید اصلاح شود. شما در همین مصاحبهتان با مجله دانشگاهی واشنگتن گفتید که حتی حکومت تاجیکستان را متهم به این کردید که حکومت تاجیکستان در مسئله قاچاق مواد مخدر، سلاح، پول و ثروت‌ها جای گروه‌های جنایتی مسلحی فرامرزی را تنگ کرده این کانال‌ها را دارند در اختیار خود می‌گیرند. استاد میگفتید که چگونه یک حکومت رسمی میتواند این کار را بکند؟ خب چه جای تعجبش است وقتی یک حکومت بنام رسمی وقتی آواز مردم را می‌دزدد، پول مردم را می‌دزدد و خودتون هم در فرودگاه دوشنبه شاهد بودید وقتی که فقط اگر طرف افغانستان این سیر را نمی برآورد، تلویزیون‌های مستقل افغانستان در ماه نوامبر وقتی که این قاچاق پول و طلا و این دیگر بایگری و ثروت‌ها را که به مبلغ میلیون‌ها دلار بود در فرودگاه دوشنبه وقتی که آشکار شد، از ماه نوامبر تا ماه فوریه طرف تاجیکستان آشکار نکرد و تلاش میکردند که تقدیر این پول را حل کنند، تقسیم کنند بین یکدیگر. اما وقتی که روزنامه‌نگاران مستقل افغانستان این را آشکار کردند دیگر مجبور شدند و حالا هم گزارش ندادند به ملت تاجیک که بالاخره تقدیر این پولا چی شد، اون را با کجا گرداندند، چگونه تقسیم کردند. پولا شد؟ بله، پروکورور 15 میلیون میگد، وزارت داخله 10 میلیون دلار میگد یا برعکس و فقط رقم‌های زیر نقیض را میگن. این همش به معنای آن است که در اینجا دیگر این قاچاق مواد مخدر، مگر ما کم معلومات داریم و خبرها درباره آن که سرحد را از دو طرف کیا کنترل میکنند. بله، امیر رو پرسیدنی بودم. و وقتی که در مرزبان‌های تاجیک کشته میشوند و یک گروه از قاچاقبران طرف افغانستان میان مال مردم را، گاوهای مردم را، حتی سربازان تاجیک را گروگان میگیرند. برای چی گروگان میگیرند؟ برای اینکه مقامات تاجیک
مبلغ پول رو به طرف افغانستان که وعده کردن در عوض اون مواد مخدر که از اونها گرفتند و گفتند میفروشیم بعد پول رو برمیگردونیم، پول رو برنگردوندن و اون طرف افغانستان میاد گروگان میگیرد مال مردم رو، زن و بچه مردم رو، سرباز تاجیک رو تا اینکه آزاد کنن و آزاد هم میکنن. وقتی که در طبقه های اجتماعی میچرخد از اینکه مسئله مرزی، بحث مرزی وروخ حل نشده ایستاده است، به خاطر آنکه اینجا بحث قاچاق مواد مخدر و قاچاق مال کالا وجود دارد. از این میبرد این هم درست است. بله، حالا ببینید بحث قاچاق مال و کالا در مرز قرقیزستان از اون نوع و طبیعت قاچاقی که در مرز افغانستان است فرق میکنه. در اونجا هم قاچاق پول هست، هم مواد مخدر هست، هم سلاح هست و مالهای گوناگون قاچاق میشه. اما در مرز با قرقیزستان بیشتر اینجا وارد کردن مالهایی هست که فروش آن در داخل تاجیکستان از طرف خانواده رحمانوف منپولیا شده است و باید گفت حکومت قرقیزستان هم این را هم خوب میداند که در داخل قرقیزستان هم شریکان تجارتی خانواده رحمانوف خیلی قوی هستند و بعضیشان جزئی همین حکومت قرقیزستان هم هست که در پس پرده از این طرف میاد با مردم تاجیک در چارکوی اسفره همون حکومتداران قاچاقبر قرقیزستان میجنگند، مردم را خانه‌هاشون را آتش میزنند و با مردم تاجیکستان برای مرز بحث دارند. اما از طرف دیگر با رحمانوف، با خانواده رحمانوف در کنترابند مواد تجارتی شریک هستند و من فکر نمیکنم که با آسانی میتوان این را از بین برد، چون که بعضی از منصبداران طرف قرقیزستان هم متاسفانه در این قاچاق مواد تجارتی بین خانواده رحمانوف و طرف قرقیزستان دست دارند. برای همین ما نباید این همه را با هم آمیخته کنیم، چون اون طبیعت یا شکل کنترابند در مرز قرقیزستان با کنترابند در مرز افغانستان کاملا فرق میکند و مواد هم فرق میکند ولی متاسفانه در هر دو طرف خود رحمانوف و خانوادهش دست دارند. اگر در طرف افغانستان و قرقیزستان بازیگرها و طرفها فرق کنند، یک آدم نیستند و بعضیشون مثلا در طرف افغانستان بعضی قماندان‌هایی هست که نه از حکومت مرکزی افغانستان اطاعت میکنند نه از کسی دیگر، اما در طرف قرقیزستان متاسفانه بعضی تاجرهای کلان و بعضی افراد حکومت در حداقل در حکومت پیشینه قرقیزستان جا داشتن متاسفانه. تشکر استاد. حالا باز برمیگردیم به محتوای همون مصاحبهتون با مجله واشنگتن. شما در همین مصاحبهتون درباره قرض تاجیکستان از چین صحبت کرده اید. نه فقط در این مصاحبهتون، در بسیاری از مصاحبهتون به این مسئله دخل میکنید، یعنی به قرض تاجیکستان از چین. ببینید استاد، من اینجا به خودتون این گونه سوال گذاری میکنم. فرض کردیم امروز امامعلی رحمان رئیس جمهور نیو، آقای محیدین کبیری رئیس جمهوری تاجیکستان هستند. شما مناسبت اقتصادی با کشور چین را چگونه به راه میماندید؟ قرض نمیگرفتید؟ یا اینکه قرض هایی که تا امروز جمع شده اند چگونه پرداخت میکردید؟ ببینید شوکت جان، یک چیز را باید هم ما و شما هم ملت تاجیک خوب درک کند که چین یک همسایه بسیار قوی و مهم است و فرق ندارد در تاجیکستان کی پرزیدنت است، کی سر قدرت می آید. ما باید با همه همسایه هایمان از آن جمله با چین هم رابطه های خوب دیپلماتی، سیاسی و بخصوص اقتصادی داشته باشیم و ما هم حتما این رابطه ها را حفظ خواهیم کرد. اما در اقتصاد این را حتی یک دانشجوی کورس دیوم فاکولته اقتصاد شناسی اقتصادی میداند در دانشگاه که یک مفهومی است با نام دیفرانسیاسیون رابطه های اقتصادی خارجی یا رابطه های اقتصادی با کشورهای خارج. چه معنی دارد این دیفرانسیاسیون یا جدا کردن، تقسیم بندی کردن؟ هیچ یک کشور، هیچ یک حکومت حق ندارد و نباید در رابطه های خارجیش، در رابطه های اقتصادی خارجیش، در تجارتش، در قرض گرفتنش
وزن را به یک کشور یا به یک بانک، به یک مرکزی، به یک مونوپولیست بدهد. وقتی که توازن در رابطه‌های اقتصادی و تجارتی به نفع یک کشور یا یک بانک خراب می شود و وزن زیاد می شود، این معنی آن را دارد که این حکومت استقلالیت اقتصادی خودش را، وطنش را، کشورش را زیر سوال برده است. ما به هیچ وجه مخالف رابطه‌های خوب با چین نیستیم و نخواهیم بود. برعکس ما این رابطه را قوی‌تر و بهتر خواهیم کرد، اما نباید از حساب رابطه با دیگر کشورها باشد. شما ببینید تمام کشورهای دنیا رابطه‌های اقتصادی دارند، قرض میگیرند و از آن جمله همسایه ما هم. اما شما کم کشور رو دارید که 50% قرض خارجیش فقط از یک کشور باشد. بله. و مسئله اینجا هست، مسئله اینجا عیب چین نیست، اینجا عیب تاجیکستان است، عیب رحمانوف است که قرض رو از یک کشور گرفت و 50% قرض خارجی ما به یک کشور راست میاد. شما تصور کنید که اگر چین حالا یک همسایه دیگر می بود و طلبات‌های سخت‌تر می بود و وقتی که ما قرض رو برگرداندن میتونیم در عوضش طلب تریتوریا کند، طلب کانی معدن‌ها کند، طلب مثلا دیگر زیرساخت‌های استراتژی اقتصادی تاجیکستان را کند و حتما خواهد کرد. در اون صورت استقلالیت تاجیکستان چی میشود؟ استقلالیت اقتصادی پایه استقلالیت سیاسی هر کشور هست. مسئله در اینجا هست، مسئله در اون نیست که ما خدای نکرده زیر چین باشیم یا میخواهیم با چین رابطه اقتصادی را کمتر کنیم. بنابر همین اگر ما سر قدرت آمدیم در مسئله دیفرانسیاسیون یا جدا کردن رابطه های اقتصادی و تقسیم درست آن، توازن درست آن با همه بازیگرهای اقتصادی در سطح جهان درست رفتار خواهیم کرد و نباید قرض خارجی تاجیکستان در آینده از یک کشور یا از یک بانک، این فرق ندارد، این تنها چین نه، میتواند بانک جهانی باشد، میتواند بانک رشد آسیا باشد یا خزینه بین المللی اسعار باشد، نباید از 25 یا 30% از مجموع قرض خارجی بیشتر باشد. اما تخفیف‌ها و امتیازهایی که کشور چین به تاجیکستان میدهد دیگر کشورها شاید ندهند، در این حالت چی باید کرد؟ ببینید بانک جهانی هم تخفیف میدهد، بانک رشد آسیایی هم تخفیف میدهد، اینا گرانت های به بازگشت میدهند، اما کردیت های چین یک ویژگی دارد. کشور چین منتظر میماند که کدام کشورها در سطح جهانی بخصوص کشورهای کم بضاعت و ناکام در آفریقا، در آسیا، اینها وقتی میبیند که این کشور مفلس است، این کشور یک حاکمیت دیکتاتوری فساد زده دارد و رابطه هایش پنهانی است، خودش پیشنهاد میکند قرضهای بسیار با تخفیف ولی غیر شفاف. و این نکته خیلی مهم است. متاسفانه ما و شما مثلا بسیار از شرط و شروط این قرض گرفته های حکومت تاجیکستان از چین رو نمیدانیم، همونطوری که بسیار از کشورهای فساد زده و کشورهای ناکام دنیا هم در افریقا در جاهای دیگر این شفافیت رو ملت‌های خود رو ندارن. اما وقتی که همین تخفیف رو مثلا از بانک رشد آسیا، بانک رشد اروپا، بانک جهانی تاجیکستان میگیرد، در اونجا خیلی شفاف مسئله گذاری کرده می شود که در عوضش حکومت تاجیکستان این پول رو چگونه باید صرف کند و کجا باید خرج کند. اما وقتی از چین قرض میگیرد در طلبات های چین نیست که حکومت تاجیکستان این پول رو چگونه باید خرج کند. برای چین اصلا فرق ندارد که حکومت تاجیکستان این پول رو کارخانه می سازد، مکتب می سازد، یا اینکه به رقص و بازی صرف میکند، یا اینکه به ساختمان پرچم و کلانترین چایخانه و یا جشن استقلالیت و نوروز صرف میکند. مهم که در عوضش حکومت تاجیکستان به چین کفالت بدهد که این مبلغ را یا برمیگرداند یا اینکه اگر برگردانده نتوانست در عوضش یگان چیزی مهم استراتژی میدهد، مثل زمین، مثل ثروت‌های زیرزمینی یا دیگر انفراستراکچورها، زیرساختارهای مهم استراتژی اقتصادی. این برای چین خیلی مهم است. چین برای ما نه پسرعمک است که بدون کدام منفعت اقتصادیش به ما قرض میدهد، نه. اما وقتی که اروپا، وقتی که بانک جهانی
قرض میدهد اون رو کنترل میکند، نظارت میکند که حکومت رحمانوف این را چگونه خرج کرد، آیا شفاف بود، در اینجا کروپسیا بود یا نبود. بنابراین همین خود رحمانوف منفیت‌دار هست که این قرضها رو بیشتر از چین بگیرد، نه از اروپا، نه از بانک جهانی، نه از کشورهای دیگر، برای اینکه هر مقداری که مبلغی که از چین میگیرد بالاخره این رو فردا ملت تاجیک پرداخت میکند، ما و شما پرداخت میکنیم. بله. و از حساب یا پول خود کیسه امان، یا از حساب انداز، یا از حساب ثروت‌های زیرزمینی، اما راحتش رو، معیشتش رو رحمانوف میکند. این رقص و بازی رو رحمانوف میکند. اصلا برای چین فرق ندارد که همین قرض رو، مثلا حالا 3 میلیارد قرضدار از تاجیکستان، ممکن 1.5 میلیارد 2 میلیاردش رو رحمانوف فقط در صورت حساب‌های آفشوریش در خارج مانده باشد. برای چین اصلا اهمیت ندارد. مهم برای چین این است که رحمانوف امضا کند که این مبلغ را سری وقت برمیگرداند، اگر نگردان در عوضش یگان چیز به چین میدهد. اینجا از سیری زیاد قرض گرفتن رحمانوف از چین، نه چیزی دیگر. تشکر زیاد استاد. حالا درباره مناسبت‌های بین المللی و مناسبت با همسایه‌ها صحبت کردیم. استاد من اینجا نظر شما رو درباره اتحاد اقتصادی اوراسیا میخواستم بپرسم. نظر شما درباره این چی است؟ از پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا چی برد و چی باخت‌هایی وجود دارد؟ ببینید شوکت جان، باید ملت عزیز ما بداند که یگان سازمان بین المللی مقدس نیست که تاجیکستان حتما باید عضو آن باشد و برای ما عضویت در این یگان سازمان بین المللی یا منطقه‌ای جای یگان فخر جای این باشد. مثلا ما که امروز عضو سازمان ملل هستیم، این یگان جای فخر ندارد. همه کشورهای دنیا عضو سازمان ملل هستند. مهم این است که وقتی که ما عضو یک سازمان جهانی یا منطقه‌ای میشویم، برای ملت تاجیک، برای تاجیکستان چی منفعت می‌آورد؟ منفعت ما در چی است؟ سازمان یوراسیا هم، اتحاد یوراسیا هم همین است. ما اگر ببینیم که برای تاجیکستان فایده دارد، فایده اقتصادی، فایده سیاسی، امنیتی، ما باید عضو آن شویم و این منفعت‌ها، حالت‌ها فرق می‌کند. یک زمان هست که عضویت به نفع ما هست، یک زمان دیگر می‌بینیم شرایط فرق کرد. برای مثال من موقعم نسبت عضویت تاجیکستان در همین سازمان اتحاد یوراسیا حداقل در همین 10 سال اخیر 3 مراتب تغییر کرد. برای چی؟ برای آنکه از نگاه من منفعت‌های تاجیکستان تغییر میکنه. یک وقتی هست که من مخالف عضویت به این اتحاد بودم. برای چی؟ برای آنکه در آن هیچ نفعی رو برای تاجیکستان نمیدیدم. برعکس میدیدم که احساس میکردم که مثلا منفعت‌های تاجیکستان، استقلالیت اقتصادی تاجیکستان زیر سوال می رود. در اتحاد یوراسیا بیشتر کدام کشورها هستند؟ روسیه، قزاقستان، بلاروسیا، قرقیزستان و ارمنستان. اینا کشورهایی هستند که اولش که اقتصادی قوی ندارند، دومش که مناسبت‌های اقتصادی هم بسیار شفاف نیست. همشون تقریبا کشورهای دیکتاتوری هستند و کروپسیا خیلی رشد کرده است. حالا تاجیکستان چی منفعت دارد که عضو این اتحاد شود؟ اما بعداً وقتی که دیدم که نه، با وجود آنکه این اتحاد یک اتحاد کشورهای توتالیتری کروپسیونی هست، اما حداقل مهاجرین ما فایده میبرند. ما که نزدیکی از 1 میلیون بیشتر با آمار گوناگون تا 2 میلیون مهاجر رسمی و غیر رسمی در این کشورهای عضو اتحاد داریم، هم قزاقستان و هم روسیه. پس حداقل به خاطر منفعت مهاجران می شود که تاجیکستان می تواند عضو این اتحاد باشد و تقریبا 3-4 سال اخیر موقع من بر این بود. باز تکرار میکنم، معیار برای من منفعت تاجیکستان و منفعت شهروندان تاجیکستان است. یعنی حالا دیگر شده است؟ حالا ببینید، من تا همین بحران کرونا ویروس اگرچه خیلی با احتیاط رفتار میکردم، اما میگفتم که میتواند تاجیکستان عضو این اتحاد باشد فقط و فقط به خاطر منفعت‌های مهاجرین ما در روسیه، که مهاجرین ما یک سبکی به دست خواهد آورد. از این پتنت و از این رجیستراسیون و اینها یک کمی خلاص میشوند، مثل مهاجرین قرقیز و ارمن اینها. اما الان ببینید،
بعد این کرونا ویروس، بعد این ضربه که به اقتصادیات روسیه زد و خود روسیه هم شهروندان ما رو و مهاجرین رو از روسیه بیرون کرده ایستاده است. ما دیگر چی منفیت داریم که باید یک تاجیکستان عضو اتحاد گمرکی شود یا اتحاد اوراسیا شود تا اینکه یک منفیت حداقل داشته باشیم. اگر مهاجرین ما، شهروندان ما در اینجا منفیت میبینن، هنوز هم من طرفدار عضویت هستم، اگرچه میدانم که این کشورها باز هم کشورهای کروپسیونی هستند و کشورهای دموکراتیک و شفاف نیستند. ما اینجا معیار باید منفیت ملت، منفیت مهاجرین رو قرار بدهیم. در حال حاضر نظری من باز یک کمتر فرق کرده است و ببینیم که روسیه به شهروندان ما، به مهاجران ما چی امتیاز میدهد. اگر اون سختگیری ها را نسبت شهروندان ما کمتر میکند و وعده میدهد که مهاجرین تاجیک از امتیازهای بیشتر برخوردار خواهند شد در صورت وارد شدن به این اتحاد، حکومت تاجیکستان به خاطر منفیت مهاجرینش باید که وارد این اتحاد شود. اما اگر نه، ببینیم که مهاجرین ما جای کار ندارن، جای کار پیدا نمیکنن، اقتصاد روسیه ضعیف شده ایستاده است و جای کار کمتر بشه و شهروندان ما برگردن به تاجیکستان، پس چرا تاجیکستان عضو این اتحاد شود که از عضویت در این اتحاد هیچ فایده سیاسی، اقتصادی و گیوستراتژی نخواهد بود. تشکر زیاد استاد. اینجا من میخواستم اکنون درباره پیمان ملی تاجیکستان صحبت کنیم. حالا فعالیت پیمان ملی تاجیکستان و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در چه حالت است؟ در شبکه‌های اجتماعی خیلی سر و صداهای زیاد هستند که گویا پیمان ملی تاجیکستان محض به خاطر دموکراتی و دنیوی نشان دادن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و پیشروی و پیشگیری ضررهای سیاسی و گلوبالی خینیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان تشکیل داده شده است. در این باره روشنی می انداختید؟ سلامت باشید شوکت جان. من پیشتر در حالا نمیدونم در مسئله کدام اتحاد سازمان ها گفتم که هیچ کدامش مقدس نیست. از نگاه من یگان حزب و حرکت، یگان ائتلاف، یگان پیمان مقدس نیست و اینا هم وسیله هستند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم یک حزب سیاسی است، پیمان ملی تاجیکستان هم، حزب کمونیست هم، حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان هم و تشکیل کردن یک حزب یا یک ائتلاف، پیوستن حزب به یک ائتلاف دیگر، این یک فعالیت تاکتیکی هست، یک فعالیت استراتژی هست و میتواند کوتاه مدت باشد، میتواند دراز مدت باشد و وابسته به شرایط و زمان هست. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در مقاومت و مبارزه اول وقتی که اون وقت در افغانستان بود، اتحاد نیروهای اپوزیسیون را تشکیل داد، یک ائتلاف سیاسی بود با شرکت حزب نهضت و چندین گروه‌های دیگری ملی ولی وقتی که اون شرایط تغییر کرد، این ائتلاف که مقدس نبود و از بین رفت و حالا نهضت اسلامی تاجیکستان با چند سازمان دیگری که هدف‌های مشترک داریم برای تاجیکستانی آینده، پیمان ملی تاجیکستان را تشکیل کردیم و این نه به خاطر آن که ما بیایم نهضت اسلامی تاجیکستان را یا ضعیف کنیم یا یک چهره دموکراتیک بپوشانیم. نهضت اسلامی تاجیکستان چهرهش را الکی به جامعه جهانی، به ملت تاجیک به حد کافی نشان داده است و ما دیگر نیاز به هیچ گونه چهره جدید نداریم. حالا رحمانوف تلاش میکند که از ما یک حزب تروریستی و اکستریمیستی بتراشد که موفق نشد و نه جامعه جهانی این را قبول کرد نه جامعه تاجیکستان و به این خاطر ما تنها به خاطر تغییر چهره نیاز به اون ائتلاف نداریم. ما نیاز به این ائتلاف داشتیم و در آینده خواهیم داشت فقط برای مبارزه ملی علیه دیکتاتور. یگان حزب، من این اعتقاد را دارم و همه اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم بر این اعتقاد هستند که یگان حزب، یگان گروه به تنهایی نمیتواند موفق باشد، هر چقدر قوی هم نباشد. بله
ما نیاز به اتحاد داریم، نیاز به مبارزه ملی داریم و برای همین این ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان تشکیل شد. اگر ما بعد از موفق شدن و بعد از پیروزی به این نتیجه برسیم هممون در پیمان که فعالیت‌های من بعده رو در چارچوب پیمان ادامه بدهیم، ادامه خواهیم داد. درباره این که نه ما به این یعنی که هدف مرحلوی خود رسیدیم و هر کس دیگر میتواند به تنهایی فعالیت خود را در داخل کشور ادامه بدهد، ما دیگر یگان چیزی مقدس نیست و این تصمیم دست جمعانه را خواهیم گرفت در آینده. درباره این دعوا که با آمدن پیمان ملی تاجیکستان و با تشکیل ائتلاف پیمان ملی تاجیکستان فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر سایه رفته است، به این نظر شما چی است؟ و باید هم زیر سایه برود یک کمتر. یعنی وقتی که پیمان تشکیل می شود، ائتلاف تشکیل می شود، یک نهادی مشترکی که بالاتر از حزب و حرکت ها هست، چه معنی دارد وقتی که فعالیت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، فعالیت انجمن آزاداندیشان، فعالیت حرکت ملی اصلاحات اقتصادی تاجیکستان یا جنبش اصلاحات اقتصادی تاجیکستان قوی‌تر از فعالیت پیمان باشد؟ این در کجای این منطق سیاسی هست؟ بنابر همین باید طبیعتا همین گونه است که باید تمام فعالیت‌های این گروه‌ها و حزب و حرکت‌های عضو پیمان در زیر سایه و در زیر چتر پیمان ملی تاجیکستان باشد و منطق هم همین رو طلب می‌کند. ما چرا از این باید ناراحت باشیم؟ اصلا ضعیف شدن نهضت، ضعیف شدن انجمن آزاداندیشان، ضعیف شدن جنبش اصلاحات اقتصادی و انجمن مهاجرین تاجیکستان بر ضرر پیمان ملی تاجیکستان میشود. اینا باید قوی باشند، قوی عمل کنند، اما بر نفع پیمان، در زیر چتر پیمان. و شرط نیست که ما همه فعالیت ها رو بیایم از نام حزب و گروه های خودمون اعلام کنیم. اگر این کار رو میکردیم چه ضرورت داشت که ما بیایم پیمان تشکیل کنیم و یک ائتلاف تشکیل کنیم؟ حالا استاد شما گفتید که در همین صحبتمون گفتید که ما از دعوا و گفته ها گپ به عمل گذاریم. حالا پیمان ملی تاجیکستان در کدام صددی، در کدام حالتی از دعوا و از گپ به عمل گذاشتن است؟ حالا ببینید همین فعالیت حداقل یک سال، یک نیم سال آخر پیمان نشان داد که ما بیشتر در میدان عمل کرده ایستادیم. بعضی‌ها ما را انتقاد میگیرند که چرا جلسه کمتر میگذرونید، چرا بیانیه کمتر میدهید. یک ائتلاف، یک تشکل سیاسی نباید فعالیت خود را محدود به جلسه ها و به بیانیه و به اظهارات ها کند، بلکه باید سمت‌های فعالیت خود را میدانی کند و نتیجه کار بگیرد. ما وقتی که 3 سمت اساسی کار را معین کردیم، یک سمت حقوقی و سیاسی، سمت دیپلماتی و سمت رسانه‌ای، در هر سه این سمت فعالیت عملی و میدانی کرده ایستادیم و نتیجه خوب به دست آمد. همین سمت رسانه‌ای، مگر این بیداری ملت، اینقدر فعالیت‌های رسانه‌ای که حتی خود طرفداران حکومت که 3 سال پیش 2 سال پیش میگفتن که اینا هیچ کس نیستن، اینا فعالیت ضعیف دارن، از دور فعالیت کرده ایستادن، امروز خودشان در صحبت‌های رسمی و غیر رسمی اعتراف کرده ایستادن که در این مبارزه اطلاعاتی مبارزه رو با اپوزیسیا باختن و حتی در همین مبارزه مرز در پهلوی مردم تاجیک اگر مبارزین نمی بودند و این فعالیت رسانه‌ای نمی بود، حکومت تاجیکستان با این فابریکه جوابش و با این دستگاه تبلیغاتی کرخت شخص شدهش، ما تاجیکستان مبارزه رو علاقه به قرقیزها باخته بودیم. ولی خدا را شکر که همین فعالیت بسیار هم زنده بر روز اپوزیسیا از اون جمله پیمان ملی بود که ما هم اون کمبود اطلاعاتی را جبران کردیم و هم خود حکومت هم بعد مجبور شد که با پیروی از فعالیت فعالان اجتماعی و رسانه‌ای خارج بیاید یک کمتر فعالتر شود. همچنان پرونده زندانیای سیاسی در سازمان‌های بین‌المللی مگر با بیانیه و با همین جلسه می شود این پرونده ها رو به دادگاه ها برد، به سازمان ها برد و در آنجا ثابت کرد؟ نه، این با کاری پس پرده، آرام، دور از رسانه ها و گاه همون سازمان های بین المللی هم طرفدار آن نیستن که
ما همه این مسئله ها رو رسانه‌ای کنیم و این ارتباط ها رو رسانه‌ای کنیم. بنابراین همین دوستان عزیز باید بدانند وقتی که ما مثلا 2-3 سال پیش خودی من اعتراف میکردم که ما ضعیف هستیم، ما فعال نیستیم، باید فعال شویم، من صمیمانه میگفتم این رو. اما وقتی که امروز میگم که نه، الحمدلله که فعالیت پیمان ملی تاجیکستان و دیگر گروه های مبارز در مقایسه با چند سال پیش خیلی قوی تر شده است و روز به روز قوی تر شده است. این هم باز همون ادامه مناسبت صمیمانه ما با مردم است. ما نباید نه درباره فعالیت خود نه مبالغه کنیم، نه خدا ما رو تعریف کنیم و نه خدا ما رو کم بگیریم. برعکس یک کمتر خاکسارانه، یک کمتر حالا آرامتر رفتار کنیم، اما الحمدلله که مردم خودش نتیجه را دیده ایستاده است. تشکر زیاد استاد. حالا اینجا من از شما یک چیز دیگر رو پرسیدنیم. مقامات تاجیکستان خصوصا فرمه جواب وقتهای آخر از برآمدهای شما جای درکاری به خودشان را قیچی میکنن و چند جمله را گرفته مخصوص تبدیلشان میسازند و همین گفته های شما را داغ بکنند. حالا در همین روزهای اخیر مسئله فلسطین داغ شده است و در همین باره یک نفر به ما سوال فرستاده است درباره فلسطین. اگر راضی باشید سوال رو بخونم. باشد، خودت برام. کبیری در برآمد رمضانیت ادعا بر آن کردی که یک وقت به فلسطین کمک کرده ای و اگر امکان می داشتی امروز هم کمک می کردی. بگو آن زمان چی کمک کردی و از کدام حساب و امروز اگر امکانیت های خیلی وسیع می داشتی چی کمک می کردی به فلسطین؟ خب سلامت باشید شوکت جان. اولا که درباره خود این فابریکه جواب، همین فابریکه جواب به همین خاطر تأسیس داده شده است که به من و شما جواب بنویسد، جواب تیار کند و فرق ندارد که ما در چه موضوع گپ میزنیم. اگر در مسئله فلسطین من خاموش بیستم، همین فابریکه جواب میگه که چرا خاموش ایستاده ای؟ تو حزب اسلامی هستی، مگر مردم فلسطین مسلمان نیست که خاموش ایستاده ای؟ اگر صحبت کنم میگن تو را با فلسطین چی کار؟ این یک بحث عرب یهودی هست، در مثلا فلسطین هست، بین فلسطین و اسرائیل، و شما که تاجیک هستید چه ربط دارد؟ اگر در مسئله قرقیزستان صحبت کنم من میگم با تو چه ربط دارد؟ خاموش باشم میگم چرا خاموش ایستادی؟ ما نباید موقعهای خودمون را، موقعهای ملی، موقعهای انسانی و موقعهای استراتژیکی خودمون را مربوط به واکنش‌های فابریکه جواب کنیم. فابریکه جواب کار خودش رو میکند و به همین خاطر تأسیس داده شده است و باید همین نسبت فعالیت‌های ما واکنش کند. اما در اون که این صحبت‌های من یا ما در مجموع مورد سوء استفاده از طرف فابریکه جواب یا طرف‌های دیگر قرار میگیره، دیگر این چیزی نو نیست. حتی همین قبل از فلسطین صحبت من درباره قضیه مرز با قرقیزستان، اون جنگ چند روزه، مورد سوء استفاده از طرف گروه‌های تبلیغی پروپاگاندیستای هم طرف خودمون تاجیکستان و هم قرقیزستان قرار گرفت. پروپاگاندیست‌ها یک قاعده دارند، وقتی که شما صحبت میکنید همون قسمتی که برای خودشون در کار است و میتوانند همچون مواد پروپاگاندا یا با فایده خودشون یا ضد تو یا ضد کسی دیگر استفاده بردن، اون رو قیچی میکنن و به شکل به طرز خود تفسیر میکنن، تعویل میکنن و اون رو رسانه‌ای میکنن. بعد شما رو مجبور میکنید که بیاید اون رو از نو تفسیر کنید یا رد کنید یا به یک شکل دیگر اون رو شرح بدید. بنابر همین ما باید کار کنیم که این پروپاگاندیستا در همه مسئله باید که دستشون کوتاه‌تر شود و موقع هامون خیلی شفاف و آشکار باشد. در مسئله فلسطین هم همین است. برادران عزیز، دوستان عزیز و اون کسی که این سوال رو مطرح کرده است یا کسانی که این سوال ها رو میدهند باید که موقع ما رو خیلی آشکار و شفاف بدونن. اولش اینکه من در همون صحبت رمضانی هم گفتم که قضیه فلسطین از چند بعد دارد، از چند زاویه باید با اون مناسبت کرد. یکی
قضیه این بعد عربی اسرائیلی دارد یا فلسطینی اسرائیلی، عربی یهودی. یک زاویه دیگرش قضیه مسلمانی هست. بالاخره در اونجا از مقدسات ما مسلمان ها حرف صحبت می رود. مسجد الاقصی این قبله اولی مسلمان ها هست و نه تنها از مسلمان ها، در اونجا مقدسات یهودیان و مسیحیان هست. یعنی اون شهر مقدسی هست که در اونجا باید یعنی برای همه دین ها آزاد باشد و هر کس بتواند در اونجا مقدسات خود را طبق فرموده های دینی خودش عبادت کند. و زاویه سوم و از همه اساسی زاویه انسانی هست. در اونجا مسئله انسانیت است، بشریت است. انسان ها دارند کشته می شوند. ما از هر سه زاویه میتونیم به این مسئله مناسبت کنیم. با ما از دو زاویه ربط دارد. ما با زاویه عربی یهودی یا فلسطینی اسرائیلیش چندان کار نداریم. حالا مثلا اگر در افریقا دو تا کشور افریقایی بین هم جنگ کنن، با ما چی ربط دارد؟ میگیم خود دو کشور افریقایی از زاویه افریقایی بودن با خود جنگ کرده شدن. اما از زاویه انسانی که ما نمیتونیم بی‌طرف باشیم، در اونجا انسان ها کشته میشوند. یا اگر یک طرفش مسلمان باشد، یک گروه اسلامی، یک مسلمان اگر همدلی همبستگی نشان داد، چه جای عیب دارد؟ در این از سه زاویه که در فلسطین هست، در این قضیه غزه هست، در دو زاویهش با ما ربط دارد. از همه مهمش در اونجا انسان ها کشته میشوند، چی از طرف فلسطینی ها، چی از طرف اسرائیلی ها. اطفال کشته میشوند، زن ها کشته میشوند. از طرف دیگر خب برای ما مسلمان ها که بی‌طرف نباید باشیم که در اونجا مسجد الاقصی قبله اولی ما مورد هجوم قرار میگیرد. اگر من مسلمان یا ما مسلمان ها آمدیم صدا بلند کردیم، از مسجد الاقصی دفاع کردیم و از اسرائیل، ارتش اسرائیل طلب کردیم که خب برادران مردم اسرائیل، حالا برادران میگم از لحاظ انسانی، اونا هم برادری از لحاظ بشریت برادری ما هستند. حالا همه انسان ها برادری ما هستند. اما وقتی دعوت کردیم که این کار رو نکنید، این جنایت است، چی بدی دارد؟ یا اگر ما گفتیم که مردم غزه رو بمباران نکنید، چی بدی دارد؟ حالا بعضی از تاجیکان ما، بعضی از حتی دوستان ما هم ناراحت میشوند که در همین مسئله که وقتی که ما در اروپا هستیم و خود اروپایی ها، اکثر حکومت های اروپایی، امریکا بیشتر به طرف اسرائیل هستند. آیا با منفیتی ما هست که ما بیایم از مثلا قضیه فلسطین صحبت کنیم؟ دوستان عزیز، مگر ما یگان حرف نو گفتیم؟ مگر ما یگان حرف گفتیم که برخلاف معیارهای بین المللی است؟ رزولوسیای سازمان ملل هست، رزولوسیای شورای امنیت سازمان ملل هست، من رقمش رو نمیدونم، از سال 67 که در آنجا بیت المقدس رو دو تقسیم کرده است. مسجد الاقصی رو تریتوری ضبط شده از طرف اسرائیل میداند. حالا اگر یک شهروند تاجیکستان، شهروندی نمیدونم امریکا، روسیه، اروپایی آمد گفت که اسرائیل و فلسطین مشکلات خود را طبق رزولوسیای سازمان ملل حل کنند و مسجد الاقصی را همچون یک تریتوری غصب شده از طرف اسرائیل اعتراف کنند، بشناسند، چی جوری بدی دارد؟ و بعدا این طرح نیست که همه امریکا و همه اروپا طرفداری از این سیاست اسرائیل کرده باشند. بله، ما کاملا محکوم میکنیم مثلا کشتار افراد ملکی را که در اسرائیل صورت میگیرد، از اون ترکیش راکت هایی که میآیند، در اونجا هم اطفال کشته شد. اما در غزه هم اطفال کشته می شود. در اونجا هم اگر در اسرائیل متاسفانه 9 نفر کشته شد، تا این ساعت در غزه حداقل 200 نفر کشته شد که 50 و چند نفر اون طفل هستند. خب وقتی که ما از این صحبت میکنیم، مگر این یک جای بدی دارد؟ اما در مسئله کمک به فلسطین، بله ما غزه را کمک کرده بودیم در وقتش و امروز هم اگر امکانیت باشد از لحاظ انسانی، از زاویه انسانی چی بدی دارد؟ مردم غزه را سازمان ملل کمک میکند، امریکا کمک کرده شده است. اتفاقا آقای بایدن اعلام کرد که اون کمک هایی که به مردم غزه امریکا در این همه سالها میکرد و ترامپ قطع کرده بود، بایدن دیروز در صحبتش با محمود عباس گفت که امریکا از نو اون کمک های انسانی خودش را به مردم اذیت کشیده فلسطین ادامه خواهد داد، برقرار خواهد کرد.
اروپا، اتحاد اروپا هر ساله بودجه جدا میکند به مردم غزه. ترکیه، روسیه کمک میکند. تمام جهان از لحاظ بشری و انسانی کمک میکند. اگر مردم تاجیک، مای تاجیک هم از لحاظ انسانی، از لحاظ مسلمانی به مردم مظلوم غزه کمک کردیم، یک بنگاه طبی خود ساختیم، ما که برای سلاح کمک نکردیم بلکه برای طبابت مردم اذیت کشیده، چی بدی دارد؟ مگر این آبروی تاجیکان نیست؟ آبروی همه تاجیکان که از همین کشور ضعیف کم بضاعت جنگ زده تاجیکستان که خودش ما قریب 30 سال است در زمان رحمانش فقط کمک بشردوستانه میگیریم، از امریکا، از اروپا، از عرب، از ترک، از یهودی، از هم افریقایی، از همه دنیا تاجیکستان کمک بشردوستانه میگیرد. شما گزارش‌های هر ساله را بگیرید که همین سال 2021 تاجیکستان از سراسر دنیا کمک بشردوستانه گرفت. اگر ما یک مرتبه به یک ملتی که از ما مظلومتر هست، اگر حکومت تاجیکستان کمک نمیکند، مردم تاجیک، ملت تاجیک به نمایندگی از همه تاجیکستان اگر ما کمک کردیم چه بدی دارد؟ یادتان هست چند سال پیش حکومت تاجیکستان به مردم یابانیا بعد همون به فکرم یک فاجعه که در کدام نیروگاه اتمی شده بود کمک بشردوستانه روان کرد. تاجیکستان همه ساله از یابانیا میلیون ها دلار کمک بشردوستانه میگیرد، بعد چند هزار دلار کمک رمزی بشردوستانه روان کرد. بعضیا خندیدن گفتن که شما خودت یک کشور قشاق به یابانیا که اینقدر پیشرفت دارد چگونه کمک بشردوستانه میکنیم؟ من در آنجا از این اقدام حکومت تاجیکستان پشتیبانی کردم، گفتم که این همین چند هزار دلار که حکومت تاجیکستان کمک میکند یگان جای ما را کم نمیکند، در برابر اون همه دزدی رحمانوف اصلا هیچی است. اما این یک رمزی همدلی با مردم یابانیا هست که در همین شب و روز فاجعه دارد. حکومت تاجیکستان باید 10,000 دلار، 20,000 دلار، 100,000 دلار، حتی 1 میلیون دلار که کم نمیشود، یک سفر رحمانوف به واروخ 1 میلیون دلار خزینه داشت. همین رو با مردم غزه از نام همه تاجیکان روان کند هیچ کمی ندارد. اما وقتی که رحمانوف نمیکند، با هر دلیل نمیکند، اگر ما در سال 10 سال پیش 36,000 دلار به مردم غزه کمک کردیم از نام همه ملت تاجیک، چی بدی دارد؟ امروز هم اگر می داشتیم به همون مردم غزه باید از لحاظ انسانی کمک میکردیم، اما امکانیت نداریم. ما مهاجریم، ما خودمون مشکلات مالی و اقتصادی داریم. اگر داشته باشیم باید به مردم کلاب امروز روان کنیم که از سیل ضرر دیدن، همون طوری که ما 10 سال پیش 8 سال پیش به مردم کلاب کرده بودیم. اگر می داشتم امروز هم به مردم کلاب کمک میکردیم هم به مردم غزه، اما اولویت رو به مردم کلاب میدادیم. اما متاسفانه نداریم. وقتی که مال نداریم، امکانیت نداریم، حداقل کمک معنوی، دعای خودمون رو، کمک معنوی سیاسی خود رو باید بکنیم. اما یک چیز رو ما بگیم، بعضی ها نگرانن و بعضی ها فکر میکنن که وقتی که ما از پشتیبانی از مردم فلسطین یا غزه میکنیم، در اینجا شاید یک مقدار یهودی ستیزی هم هست، یعنی عملا ما خودمون رو در مقابل مردم یهود قرار دادیم. برادران عزیز، دوستان گرامی، ما باید بین یهودی ستیزی و سیاست‌های اسرائیل فرق بگذاریم. من کاملا مخالف هستم. پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان، ما مخالف همه گونه کسنوفوبی هستیم، مخالف همه گونه دیسکریمیناسی هستیم، مخالف شاوینیسم هستیم، مخالف برتری دانستن یک قوم، یک ملت فقط به خاطر زبانش، به خاطر خونش، رنگ پوستش هستیم. از آن جمله مخالف یهودی ستیزی هم هستیم. ما دوستان خیلی زیاد داریم از مردم یهودی یا یهودی تبار، هم شهروند اسرائیل هستن، هم در اروپا هستن، در امریکا و در تاجیکستان. ما مگر کم بودن مردم یهودی که شهروند تاجیکستان بودن و با زبان تاجیکی فخر میکردن، ایجادیات داشتن.
این هیچ ربطی به سیاست‌های اسرائیل ندارد. اگر حکومت اسرائیل امروز باید یک نکته را هم بگیم، اسرائیل یکی از حکومت‌های دموکراتی در خاورمیانه هست. ما این را پنهان نمی‌کنیم. انتخابات خیلی شفاف و آزاد دارد که حتی بعضی مسلمان‌ها، بعضی عرب‌ها در کنیست، در پارلمان یهودی انتخاب می‌شوند. من با مسلمان‌های اسرائیل ارتباط دارم، داد و گرفتی، تبادل فکر داریم. با همه این طرف‌های درگیری در قضیه فلسطین ما در ارتباط هستیم. اما وقتی که ارتش اسرائیل هجوم به مسجد الاقصی میکنه و من موقع گیری میکنم، این به یهودی ستیزی چی ربط دارد؟ برعکس، ما کاملا مخالف یهودی ستیزی هستیم و مخالف اون سیاست‌های هستیم. بعضی سازمان‌ها، گروه‌ها وقتی که یک مشکلی پیش میاد در همه چیز یهودی‌ها را گناهکار میدونن یا در همه چیز اسرائیل را گناهکار میدونن. نه، این طور نیست. ما مسائل اعتقادی خودمون را، مسائل سیاسی را از مسائل یهودی ستیزی، از مسائل شاوینیسم و کسنوفوبیا کاملا جدا میکنیم. این مشکلی در همون تبلیغات است، در همون پروپاگاندا است که امروز اگر بعضی دایره ها، بعضی رسانه ها ما مسلمان ها را، ما تاجیک ها را مجبور کردن به حالت آوردن که اگر شما از کمبودی های حکومت اسرائیل گپ زدید، شما را زود متهم به یهودی ستیزی میکنن. مگر در دنیا کم است یهودیه که خودشان سیاست های حکومت امروزه اسرائیل را تنقید میکنن؟ نوارها را ببینید، رسانه ها را ببینید، خیلی از یهودی ها خودشان امروز با پشتیبانی، با همدلی از مردم فلسطین سیاست های اسرائیل را تنقید کرده ایستادند. مگر اونا یهودی نیستند؟ یا اونا هم یهودی ستیز هستند، آنتی سمیتیست هستند؟ نه دوستان عزیز، ما باید این مسئله ها رو خیلی از هم جدا کنیم، خیلی شفاف باشیم و نباید از مقدسات خودمان کنار بیاییم و نباید به مقدسات دیگران توهین کنیم. اگر ما سیاست های اسرائیل رو در بعضی جاها تنقید میکنیم، باید آشکار بگیم که کدام سیاستش رو تنقید میکنیم. اگر اسرائیل یا یهودی‌ها یگان رفتار مثبت دارن، خوب دارن، اون را باید ذکر کنیم، باید از اون گفته شود. در اینجا ما شخصا خودی من کاملا سیاست‌های اسرائیل را نسبت مسجد الاقصی، نسبت مردم فلسطین محکوم میکنن. از آن جمله اون فوت و تلفات مردم ملکی که در اسرائیل هم صورت میگیرد، اونم قابل محکوم است و باید اونم پیشگیری کرده شود. و ما کاملا موقع پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان 100% مطابق با موقع سازمان ملل هست. سازمان ملل متحد در ریزولوچی خودش موقعش رو معین کرده است و ما پشتیبانی کامل از این موقع داریم. و امروز هم که شورای امنیت سازمان ملل قرار قبول کرد و بیانیه داد که هر چیز زودتر باید که این خشونت متوقف شود، طرف‌ها خویشتن‌داری کنند، از قتل افراد بیگناه دست بکشند. پیمان ملی تاجیکستان و نهضت اسلامی تاجیکستان 100% با این موقع طرفدار است. اما اگر هر کسی بعد بیاد این موقع ما رو، موقع شخصی من، کمک‌های نهضت را به مردم جبریده غزه یا مناسبت ما رو با فلسطین و با اسرائیل هر گونه‌ای که تفسیر میکند، همچون مواد پروپاگاندا استفاده میبرد، این به وجدان آنها حواله هست. موقع ما خیلی روشن است، خیلی شفاف است و همینطور هم باقی خواهد بود. تشکر زیاد استاد. اینجا سوال من با آخر رسید و اگر شما راضی باشید چند نفر با ما پیوستند تا اینکه با شما صحبت داشته باشند یا شاید یکم ملاحظه داشتن، اگر شما راضی باشید اونها را بپیوندیم. بله، ما میتونیم چند دقیقه 10-15 دقیقه تا حد اکثر 20 دقیقه در خدمت دوستان بینندگان شما باشیم. تشکر به شما استاد عزیز. برادر حسین رمضانیان طولی قریب 1 ساعت است که انتظار میکشد. بفرمایید برادر عزیز، چه ملاحظه، سوال، یگان فکر انداشته داشته باشید بفرمایید. خب السلام علیکم برادر شفقت جان، استاد محمدین کبیری. همین چی خیلی شما گفتین، باید ما در داخل زیاد قطعی مردم کار کنیم. در بیرون علاقه همه بیدار هستن، همه مهاجران 90%
طرفدار شما هستن، همچنین ما هم طرفدار شما. اول چند مراتب گفتم که من طرفدار نبودم، ولی حالا طرفدار هستم. خودم دیدم، آنالیز کردم که کجا حق در کجا است، کی امروز تروریست است، کی امروز خائن ملت است. نه فقط من، بلکه دیگه برادرها هم دوستان هم دیدم. خیلی ما از ورخ هستم، زیاد برادرای ورخی امروز من علاقه میکنن، فکرای مرا میپرسن، من فکرای اونا رو میپرسم. ولی البته که طرفدار شما هستم. اینجا زیاد چیز آشکار گفتن نمیتونم. باز یک مسئله دیگر است استاد، که من وقتی جنگجو شدم امروز قرقیزستان کمتر راستیگه بروندم در برنامه برادر شوکت جان، کمتر بعضی گنرال‌ها و افسرها رو تعریف کردم. بعضی برادرها ما رو خطا فهمیدن، گفتن تو چاپلوسی، تو دوپگانه‌ای. لیکن بله اشتباه اونا است. هیچ وقت من طرفدار حکومت نیستم و نمیباشم هیچ وقت. باز امروز یک خبری مهم رسید که 3 نفر الفای ما را قرقیزا زالوژنی گرفتن. بعد برادرای ما ورخا رفتن چند قرقیزه که در داخل ورخ بدن، اونا را زالوژنی گرفتگی که بچه‌ها را جواب دادن، ما هم جواب میدیم. قرقیزا 4 طرف ورخ عقاب کوفته ایستاده است که پوزیسیا گرفته که ما میخوایم جنگ کنیم. با گفته شنید قرقیزا نمیآیم، میخوان که مردم ما را زنن، تیرباران کنن. لیکن حکومت اینجا هیچ کار نمیکنه. امروز خبر رسید که چند بچه‌ای که لیدر هستند در بین خلق گپشو میگذارد، وطن دوست هستند، در حقیقت برای مرز شب و روز اونا میستند در مرز. اونا را مثل دمشق اریست دادگیان. همین را ما نمیفهمیم. مردم گفتن سوال کو همین را باید چیکار کرد، چه خیلی همین مسئله را حل کرد. از ناچارنیکو زنگ زدگیان، ناچارنیکو امنیت و ناچارنیک میلیسه و گفتگیان که تو در خونه شین، گویا که تو را ما زندان کردیم. از قرقیزستان با ما زنگ زدن گفتن که تو را ما زندان کنیم، گویا که تو اغواگر هستی، شهروند ما را. بعد حکومت ما این مردم و بچه‌ها را گفتگیان تو در خونه شین، یا که ما مجبوریم که گفته قرقیزستان اجرا کنیم، تو را بریم زندان کنیم. این نموده. بعد اینجا سوال میآید که از طرف قرقیزستان من نمبر میکنم ارکین اوسارو ارکین اوسارو و طلای ابراگیمو و ارکین ژولچیف رئیس قشلاق اقصای است که مردم خودشون جمع میکنن، ناصرینشون میگردن، میبرن ورخای سانسور میکنن، ماشینای ما میدورن، میزنن، زن و مردی کودکان هم زالوژنی میگیرن. قرقیزستان یا که تاجیکستان حکومتو یگان چاره‌جویی نمیکنن. ما همچون شهروند ورخ بیزار شده هستم از این کانفلیکتو که هر چه زودتر حکومت حل کند. لیکن هر بار امیدوار میشم که حکومت حل میکنه، حکومت فکر ندارد. همینجا ما باید چیکار کرد؟ مردم ورخ، مردم خوجه علو چورکو، مردم طرفی اوجه قلعه زیاد همرز قرقیزستان هستیم، زیاد مردم نمیدونن چیکار باید کرد و حکومت ما باور نداریم. چی توصیه میتیم به مردم نزدی مرزی که فکر شما رو باید بگیریم، که باید فکر شما یک پیشنهاد کنه که همین کار تیاد به مردم فایده آور باشد، که چی گم با پشیمان نشویم، با چند نفری ما رو زندان نکنن، تیر نزنن، نکشن، با دوام نتیاد. تشکر. همین به سوال ما. سلامت باشید برادر عزیز. من توسط شما پیام درود خود را بار دیگر به مردم ورخ، چارکو و همه مردم ایسفره، خوجه اعلی، سرخ و دیگران میرسانم. چند نکته مهم را شما برداشتید. ببینید دوستی عزیزان، اولش اینکه موقع شما بسیار یک موقع ملی و درست است که از گنرال ها، از افسران تاجیک حمایت کردید و آنها را قهرمان دانستید و هر کسی این موقع شما را چاپلوسی شناخته است، بها داده است، اشتباه میکنه. من هم تمام مبارزین هم در روزهای اول و هنوز هم عملکرد و رفتار مردم ایسفره و سربازان و افسران تاجیک را یک قهرمانی میدانیم و برای همین گفتیم که پیروزی که در روزهای اول به دست آمد، این پیروزی همین دو گروه بود و گفتیم که خدای کند که دیپلمات های ما و سیاستمداران ما در دوشنبه بتوانند این پیروزی مردمی را حفظ کنند. پیروزی که مردم به دست آوردند، مردم زحمت کشیدند. خب اگر هر کسی این رو چاپلوسی میداند، هر کسی این رو تملق میداند، حوالش به خدا شما دنبال این نباشید، بلکه پشتیبانی و کمک خودتان را از سربازان، از ارتش، از امنیت، از افسران و گنرال های تاجیک ادامه بدهید. اما خیلی هم شفاف و روشن به گنرال ها، به پلیس، به امنیت تاجیکستان بگوید که اون سیاست های جنایتکارانه و اشتباهی خود را که تا قضیه مرز نسبت مردم ایسفره میکردند، از اون دیگر دست بکشند، در آینده دیگر اون را تکرار نکنند. چرا؟ همین مردم ورخ، مردم چارکو، مردم منطقه های مرزبانی
چندین سالها از طرف خود مقامات قدرتی تاجیکستان شکار میشدن. من حالا وارد این موضوع نمیشم، شما خودتون از من بهتر میدونید. دیروز خبر خوش آمد که داملا باباهیدا استاد من، برادر بزرگوار من، از زندان آزاد شد. یک خبر خوش. همین باباهیدا باید طول در جنگ اول تاجیکستان با قرقیزان در پهلوی سربازان بود. داملا نعیم جان شما خوب میشناسید. اینا در پهلوی سربازان بودن. بهترین فرزندان اسفره در زندانند. داملا عبدالستار بابایف در زندان شهید شد. امروز شما هم گفتید که بعضی از جوانمردان ملت را در این منطقه حبس خانگی کردن، محدود کردن که شما حرکت نکنید. باید مردم، حالا گفتید که مردم چیکار باید کند؟ مردم اسفره و مردم تاجیکستان در مجموع از مقامات تاجیکستان باید طلب‌های قطعی کنند. همونطوری که من در صحبتم گفتم که ما دیگر طلب کردن را بیاموزیم. حداقل از قرقیزها بیاموزید که مردم قرقیز چیکار کرده ایستاده است، از حکومتش چگونه طلب میکند. ما از گنرال های خود از حکومت طلب کردن را بیاموزیم. از آن جمله در مسئله مرزی هم یکم چی طلب کنیم؟ دیگر جنایتاش را حکومت تاجیکستان نسبت مردم اسفره، مردم منطقه سوق دیگر تکرار نکند. در چهره آنها دشمن و رقیب و رادیکال و طرفدار فقط نهضت را نبیند. اینها نهضتی بودند، باقی خواهند ماند، میخواهد نمیخواهند. من این آشکار میگم. مردم مبارز، مردم اسفره، مردم سوق، مردم تاجیکستان در مجموع اینا با نیروهای ملی بودند، هستند و خواهند ماند. رحمانوف چی معقولش هست یا چی نیست. اگر بازم ادامه بدهد که شما نهضتی و شما طرفدار نهضت مشکلاتش با قرقیز حل شده، باز اینها را شکار کردن بگیرد، بداند که مردم دیگر اون مردم پیشینه نیستند. پس طلب اول شما باید این باشد که از حکومت تقاضا کنید که مناسبتش را با مردم تغییر بدهد. دوم این که این قهرمان‌های مردم را، شخصیت‌های با آبروی مردم را رها کند، آزاد ماند. هم از حبس خانگی و هم طلب کرده بودم من که داملا نعیم جان را از زندان آزاد کند. این را باید شما طلب کنید برادران و خواهران اسفرگی. چرا من باید طلب کنم و شما خاموش باشید؟ شما باید مبارزید، شما قهرمانید، شما وطن را نجات دادید، شما حق دارید بالای رحمانوف که از رحمانوف طلب کنید. همچون پرزیدنت همیشه حق داشتید، هم کسی که امروز مبارزه بردید و پیروز شدید از رحمانوف باز ده چند باید شما طلب کنید که طلبات‌های شما را رعایت کند. و از همه مهمش من این نکته را برای شما باز تکرارا میگم. برادران عزیز، ملت تاجیک، اگر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان مردم زندگی نمیکرد، اهالی نمیبود، مردم مبارز واروخ و چارکو، خواجه اعلا و آچی قلچه نمیبود، اینها برای خانه و در و منزلشان مبارزه نمیبردن، رحمانوف و حکومت رحمانوف یگان ارزش برایش این مرز نداشت، مثل همون مرز ما و شما در بدخشان این را که 10 برابر بیشتر از مرز قرقیزستان بود و خطای داد، اصلا این را یک پیروزی دانست. اگر در مرز ما با خطای هم اهالی می بود، همین مردم مبارز واروخ و چارکو اینها می بودن، در اون مرز هم مبارزه می بردن، رحمانوف علاج نداشت مگر اینکه ارتش بفرستد و خودش را قهرمان ملت و خودش را مبارز برای یک وجب خاک تاجیکستان بداند. شما که مبارزه بردید، شما که در مرز زندگی میکردید، برای وطن و خانه و درتان مبارزه بردید، رحمانوف علاج نداشت که بیاید در پهلوی شما قرار بگیرد. پس پیام من چی است؟ معنی این گپ چی است؟ شما مبارزه‌تان را ضعیف نکنید. برای زمین، برای خانه و در، برای وطن همه امان، از آن جمله برای اون جوانمردانی که در زندان هستند. من باور دارم، مطمئن باشید، اگر شما مبارزه را بردید، حکومت رحمانوف دیگر در این شب و روز جسارت نمی کند که شما را زندانی کند. ملت دیگر اجازت نمی دهد. شما فقط خواهش میکنم که این سطح طلبات خود را یک کمتر بالاتر برید، همچون ملت طلب کنید، همچون مردم مبارز رفتار کنید. دیگر مردم اسفره نباید مثل همون پیشینه
با امنیت پول بدهد، جان خودش رو، آزادیش رو بخرد، یعنی تملق کند، خوش آمد کند، متاسفانه از مجبوری، بلکه دیگر شما همچین یک ملت مبارز رفتار کنید و اثبات کردید که شما جوانمرد مبارز هستید و قدرت و توانمندی دارید. این را فقط به مردم همسایه قرقیز اثبات نکنید، با آنها علاقه اثبات کرده توانستید. این را به حکومت رحمانوف هم باید شما اثبات کنید و من امیدوارم که شما این را اثبات خواهید کرد. تشکر زیاد استاد. اینجا یک نفر دیگر با نام کبیری به پرزیدنتی میخواهند صحبت داشته باشند یا که سوال نمیدونم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر شوقت و استاد مهربان محیدین کبیری. سوال من کمک ممکن که غرضناکم باشه اما عذر میپرسم. چرا شما استاد محیدین کبیری که فقط گویم کسف نروسیقتی میگوید که من آماده‌ام به پرزیدنتی اگر مردم خواهند، حالا که ما رضاگی خود را کیها باز به شما دادگی هستیم و طلب هم داریم که شما به پرزیدنتی روید. از همین جا سر کرده این سوال یکم. دوم، چرا شما با ایران دادگریفت نمیکنید؟ چرا ایران با ملت ما و با شما کمک نمیرسانند که مثال گویم کمک چی؟ کمک پالیتیچسکی. و اگر گوید که نه، اگر من با ایران رفت آمد کنم و دادگریفت کنم بالای من فشار می شود، تهمت ها می شود از طرف کمیته فرم جواب، من این پاسخ شما را الحال میگم که قبول ندارم. و سیوم سوال همین است که بخشش که استاد محیدین کبیری، پول هایی که رحمانوف و خانواده او دزدیدگی هستند، انشاءالله که ما که وطن را گرفتیم همون پول های دزدیدگیش را و اهل عائله‌اش که دزدیدگی است برگرداندن به وطن امکانیت دارد؟ تشکر زیاد. تشکر دوستی عزیز. در وقت جواب دادن اگر من کمتر از موضوع ها دور رفتم مرا برگردونید یا فراموش کردم باز خاطر رسان برمیگردونیم چون شخصان منتظر زیادن. بله خیلی خوب. ما سیاستمدارا عادتا طولانی صحبت میکنیم. ببینید دوستی عزیزم، ولی من گاه گفتختان کاسوینا گاه آشکار گفته ایستادم که امروز برای پرزیدنت شدن و مسئولیت را به دوش گرفتن آماده هستم اگر این را ملت بخواهد. یک نکته را فراموش نکنید دوستی عزیز، همه تاجیکستان و همه ملت تاجیک نمیخواهد که کبیری پرزیدنت شود. شاید یک قسمی از مردم میخواهند که من پرزیدنت شوم، یک قسمی از مردم میخواهند که رهبر گروه 24 برادر سهراب ظفر پرزیدنت شود، یک گروه دیگر میخواهند که یک نفر دیگر از اپوزیسیون پرزیدنت شود، یک گروه دیگر میخواهند که رحمانوف پرزیدنت بماند یا پسرش بیاید. نباید ما خواهش و موقع ملت را مونوپول کنیم و اگر شما یا یک عده از ملت میخواهید که من پرزیدنت شوم، تصور کنید که همه ملت این را میخواسته باشد. هر یک سیاستمدار، هر یک رهبر، چی خوب است چی بد است، در صحنه سیاسی تاجیکستان طرفدار دارد. این را نباید فراموش کرد. این را ما باید به ملت بگذاریم و ملت خودش قضاوت کند که کی را میخواهد پرزیدنت آینده تاجیکستان ببیند. اگر ملت اکثریت مرا خواست، من این آمادگی را بارها بیان کردم و خواهم کرد در آینده هم. اما اگر بالفرض مردم یک کسی دیگر را خواست، چرا ما باید تاکید کنیم، پافشاری کنیم که حتما من باید باشم؟ بنابر همین در این مسئله موقع من آشکار و شفاف است و اگر مبارزه نتیجه داد و ما پیروز شدیم که انشاءالله همین طور خواهد شد و ملت قرار کرد که در یک دوره، در یک مدت من رهبری دولت باشم، چرا نه؟ من باوری دارم. حالا من از این خاکساری دروغین طرفدار نیستم، حالا نمیگم که تجربه زیاد دارم، اما به خودم باور دارم و این را در بسیار جاها شاید اثباتم کرده باشم که حداقل از همین رحمانوف در برخی از مسائل بهتر و خوبتر شاید کشور را اداره کرده توانم. اگر ملت باز کمک کرد و برادران مبارز کمک کردن، انشاءالله دست جمعانه بهتر خواهیم کرد. اما در مسئله مناسبت با ایران کی گفته است؟ چرا؟ من در کجا گفتم که ما
با ایران همکاری نخواهیم کرد یا کمک و همکاری ایران را رد خواهیم کرد. این ایران امروزه هست که حالا همکاریش رو با ما، پشتیبانی سیاسیش رو از نهضت اسلامی تاجیکستان ضعیفتر کرد و منم شکایتم تنقیدم از حکومت ایران هم بارها همین بود و هنوزم هست. جمهوری اسلامی ایران کفیل صلح تاجیکستان بود و میماند و باید هم باشد. همراه با روسیه پروتکلی که امضا شد، سازشنامه صلح بین ما و رحمانوف رو، اینها کفالت دادن که اگر یکی از طرفها این سازشنامه رو ویران کرد ما کفیل صلح هستیم و او را جزا خواهیم داد و برمیگردونیم وضعیت رو به همون طوری پیشینه. وقتی که رحمانوف در سال 2015 حتی پیش از 2015 وقتی که این پروتکل 3220 رو رحمانوف امضا کرد و من آشکار گفتم که این ویران کردن سازشنامه صلح است، مکتوب نوشتم به پوتین، به روحانی، به پنگیمون، وقت دبیر کلی سازمان ملل بود، از همه اینها جواب آمد، حتی از روسیه جواب آمد، از آقای روحانی جواب نامد به من و من این دعوا رو داشتیم، این شکایت رو داشتیم که شما کفیل صلح ما بودید، پشتیبانی کردید و واقعا هم تشکر به جمهوری اسلامی ایران که این همه پشتیبانی رو از ملت تاجیک در سالهای مبارزه کرد. چرا در اینجا به رحمانوف نمیگید که این عهدشکنی رو نکند؟ ولی اونها منفعت‌های سیاسی بود یا اولویت‌های سیاسیشون تغییر کرد که متاسفانه به طور آشکار از رحمانوف طلب نکردن. شاید در رابطه‌های دیپلماتی و سیاسی گفتن به رحمانوف اما متاسفانه به طور آشکار نکردن. من هیچگاه و پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان مخالف همکاری سیاسی با ایران نیستیم، با یگان کشور همسایه نیستیم، برعکس طرفدار هستیم و این ایران هست که باید که همکاری بیشتر نشان بدهد و واقعا هم ملت تاجیک را در مجموع باید ببینند. اما آن که ما را اگر همکاری با ایران کردیم شیعه میگن یا دست نشان داده ایران میگن، این کاری همون فابریکه جواب است، از این نباید ترسید. ما اگر بترسیم که مثلا با ایران همکاری کردیم ما را شیعه گفتن، با امریکا همکاری کردن ما را مثلا غربی گفتن، با روسیه همکاری کنیم ما را کمونیست یا روس پرست بگن، پس در رابطه‌های بین المللی ما با کی همکاری کنیم؟ معیار برای ما منفعت‌های ملت تاجیک و تاجیکستان است. هر کسی با ما همکاری کرد و کمک کرد که ما به نتیجه برسیم در این مبارزه، ما حتما این همکاری را خواهیم کرد، از آن جمله با جمهوری اسلامی ایران. من در یک صحبت قبلی هم گفتم که اگر به من دعوت کنن از جمهوری اسلامی ایران، دعوت رسمی بیاد، اولین سفر من به این منطقه به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ولی اگر دعوت که نکردن از ما که وابسته نیست دیگر. خب سوال شما درباره پول‌ها، برگرداندن پول‌ها از خارج. برادری عزیز، شاید که ما نتوانیم همه پول‌های دزدیده رحمانوف و خانواده‌اش رو از خارج برگردانیم، اما مکانیزم‌های بین‌المللی وجود دارد. پول‌های دزدیده معمر قذافی رو مردم لیبیا یک قسمش رو برگردان، یک قسم دیگرش رو گفتن که بعد از اون که وضعیت در لیبیا آرام شد برمیگردونن. مردم تونس با پول‌های دزدیده بن علی رو برگردان. مردم ازبکستان، همین حکومت حاضره ازبکستان، اگرچه خود میرزیایف از همون حاکمیت اسلام کریموف بیرون آمد، پول‌های دزدیده صوت قطع شده. خودش صوت قطع شده. دوستان عزیز، به فکرم مشکلی تکنیکی در خودی نواربرداری استاد پیش آمده است. تا برگشتن استاد صحبت رو ادامه میدهیم. برادران عزیز، مسائل تکنیکی با استاد تماس بگیرید و استاد را دوباره بپیوندید. اینجا تا آمدن استاد من میخواستم برادر تاجیکی غریب حرفای خود را بگویند. چی گفتنی هستید برادر تاجیکی غریب؟ سلام علیکم و رحمت الله. من کلی مردم تاجیک. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شوکت، ما یک دو سوال با اکه محیدین کبیری داشتیم مجبور آمدن، مخصوص با صحبت نشدیم، چند آرزو داشتیم با هم صحبت کنیم.
بله نصیب بود است. سوالات دیگر برای تجدید کبیری بود. بغیر سوال دیگر چیزی گفتنی ندارید؟ نه سلامت باشید اگر من گفتم شخصا با ما برادر تجدید عمر. کبیری دیم. برادر عمر. من استاد وارد شدم. حالا اینجا قطع شد، نمیدونم با عیب ما بود یا شما که قطع شد از ما. خب بگذار با عیبی ما بود استاد. خب ولی به هر صورت امیدوارم که جواب را شنیدیم برادر و کافی بود. تشکر زیاد استاد گرامی. حالا نوبت رو به برادر تاجیک غریب میدیم. این کس رو گفتیم که تاجیک غریب رفت. بسیار متاسفم چون وقتی گفتیم تا اومدن استاد سوالاتون رو مطرح کرده استید حتی یکون سکرت بود چی سوالشون نگفتند. برادر عمر بفرمایید. هستید عمر؟ اگر عمر نیستید آزادی به خلق تاجیک. آزادی به خلق تاجیک میکروفونتون رو فعال کنید. میکروفونتون غیر فعال است. بلندگویتون و لطفاً بفرمایید. هستید آزادی به خلق تاجیک؟ کسی که به زودی به سخن نمی براید حتما نوبت رو به دیگران دهید. عمر هستید شما؟ عمر. خب شوکت جان چون وقتم دیر شد و البته وقت بیشتر من در فکر وقت بینندگان شما هستم. اگر دوستان یگان سوال دیگر نداشته باشد با اجازه شما ما مرخص میشیم و باز در آینده در خدمتتون هستیم ان شاء الله. اگر باشن سوال ها من در خدمت هستم. چند سوال دیگر. حالا چند نفر دیگر در حال پیوست شدن هستند ولی ما با این نیت بودیم که همین دو نفر رو گوش میکنیم و برنامه رو با آخر میرسیم. لطفاً این دو نفر که سخن نکردن استاد بگذار به جایشان دو نفر رو گیریم بعد خیر خوش کنیم اگر راضی باشید. خیلی خوب بفرمایید. نفری با نام توبکای بفرمایید. این چی شما بود؟ یعنی پیشونی شما بود که نوبت به شما رسید. سلام علیکم استاد مودین کبیری و کشف جان. سلام به تمام مخلصان. با برادر مودین کبیری و چی پیشنهاد چی کردیم که ما خسته شدیم. برادر ما از مبارزه خسته شدگی نه. مقصد سری موضوع سوال با همین که مثال همین مردم به همین درجه خسته شدگی که مانندی همین چه مثال بیارم نه اوکراین که مردم خواستن یک صنعتکار خواستن پیشنهاد کردن که مثال با همون درجه راضی شدن. خلق خودمون به خیالم ایودا گذشتگی همین قدر مونده شدگی که مثال هر چیز زودتر یک آدم سر قدرت بیا که همین آدم ای بین برن. مقصد با این فکر شخصی من نه که از نقطه نظری که مثال در بین خلق هستیم میبینه مردم چی قدر مونده شدگی با چی با تبادلات چی دارن مقصد احتیاج دارن. و همین مسئله چی میگفتیم مثلا نقطه نظر شما رو میفهمید؟ من نظرم این است برادر عزیز که ما هنوزم یک کمی زود هست. بله من مشاهده کرده بودم که ملت تاجیک در مقایسه با یک سال حتی 6 ماه پیش خیلی فرق کرده است و روز به روز بیداری ملت زیاد شده است. اما نباید ما خودمون رو ببینید ملت تاجیک شاید که از ملت اوکراین از بسیار ملت ها پیشرفته باشد از لحاظ فکری و آزادی خواهیش و عدالت خواهیش، اما تاجیکستان اوکراین نیست. اوکراین در قسمت اروپایی قرار دارد و مناسبت کشورها با اوکراین دیگر است و با تاجیکستان دیگر است. ما در احاطه چند کشور دیکتاتوری قرار داریم و همون سال 90 هم چه خاطر ما را سرکوب کردن این نیروهای ملی و آزادی خواه را، به خاطر آن همسایه ما سرکوب کردن و کمک کردن این گروه رحمانوف و همراهانش را که در تاجیکستان اصلا هیچ کس نمیخواست که تاجیکستان یک دولت دموکراتی و پیشرفته باشد
و همین چیزی که امروز به دست آوردن، تاجیکستان از همه ضعیف، یک حکومت دیکتاتوری سربسته و متهم دیگران، این خواسته ما همسایه کشورها بود و ما یک کمتر سراسیمگی کردیم در اون سالهای 90 و خیلی زود حرکت کردیم. اون هدفهایی را که باید در دوام 20 سال 30 سال به دست می آوردیم خواستیم در دوام 1 سال 2 سال به دست بیاریم و این باعث سرکوبی این حرکت ملی آزادی خواهی شد و ما نباید این اشتباه را دوباره تکرار کنیم. حاضر اگر من مطمئنم که خدای نکرده یک بار دیگر همین حرکت آزادی خواهی ما سرکوب شود، باز شاید 5 سال 10 سال دیگر باز وقت لازم می شود که ما از نو ملت رو بیدار کنیم. برای همین من وقتی که میگم که مردم صبر کنن، صبر به خاطر چی؟ صبر در همین مبارزه، ادامه مبارزه، سراسیمه نشویم، به هر گونه پرووکاسیون داده نشویم و بعضا ما را حقارت میکنن که تا به کی شما گپ میزنید و به عمل نمیگذارید، کی تاجیکستان نمیاد انقلاب نمیکنید. من وظیفه دارم و دیگر مبارزین هم باید وظیفه دار باشن که این گونه تنقیدها را تحمل کنیم. بعضی این تنقیدها ممکن مخصوص است، ما را میخوان تحریک بدهند، ما را میخواهند همون ناموس ما را بیارن که ما بعد بیایم یک روز را اعلام کنیم که مثلا فلان روز باید مردم به خیابان ها بریزن. نه، در این مسئله ما باید خیلی با صبر باشیم و یک سیاستمدار مثل یک شکارچی باید باشد. شکارچی هدفش همون صید کردن است، شکار کردن است و اون نتیجه به دست آوردن است. اما اگر یک حرکتی بیجا پیش از وقتش کند، اون شکار از دستش می رود. یعنی باید صبر داشته باشد، باید خیلی نازک حرکت کند و داده نشود به اون که میگن که ما دیر کردیم، تا کی صبر میکنیم، تا کی شما فقط گپ میزنید. برادر عزیز، ملت بیدار شده ایستاده است. من نمیگویم که چقدر دیگر دوام میکند، اما اگر ما و شما ان همین فعالیت رو همین خیل دوام دادن بگیرید، انشالله که این روز دیر نخواهد بود. من حتی 3 سال پیش وقتی از من میپرسیدن که ملت تاجیک کی بیدار میشود، من میگفتم شاید 1-5 سال دیگر. اما برخلاف انتظاری های خودم، سرعت بیداری ملت بیشتر است از آن که من تصور میکردم. حالا من دیده ایستادم که مردم زودتر بیدار شده ایستادن از آنی که من تصور میکردم. بنابر همین ما و شما باید که موافق و مناسب با سرعت بیداری ملت رفتار کنیم. حتی برادر عزیز، من میترسم که ما سیاستمدارها یک کمی عقیب مانده ایستادیم از مردم. مردم زودتر بیدار شده ایستادن از آن که ما سیاستمدارها برای این تحولات و دیگرگونی ها آماده شدیم. بنابر همین این حرکت آماده شوی ما و مردم باید که همراه باشد. ما سر این مسئله فکر کرده ایستادیم ان شاء الله. تشکر زیاد استاد. سوال نوبتی با سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آواز من هست؟ صحبت میکنم. بفرمایید عبدال. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من بسیار خرسندم و خوشحالم که با استاد محیدین کبیری سخن دارم. به حد خرسند هستم و یک سوال داشتم که در هر یک مبارزه که می شود، در هر یک انقلابی که می شود، یعنی که یک رهبر، یک چه فهمونم کماندیر، یعنی که یگان کلانتر در همه ریولوسیون که در انقلاب هست، چقدر که ما دیده هستیم تا هر دولما یگان کس نیست که پیش ما روادم ما همو ترک حکومت رو باز کنیم یا که دیگر حکومت نو سازیم. و سوال دیگه همین بود که نمی شود که به جای روسیه در دیگر دولت های که آلمانیا یا که کانادا، امریکا مهاجرت رو زیاد کنیم. برای که روسیه بسیار فرسوده شده است و بسیار در اینجا عذاب و کار مشکل است. بله، ببینید دوستی از من پیشترم گفتم که اپوزیسیون تاجیک و عموما مبارزه ملی تاجیک در حال حاضر یک رهبر ندارد.
من نمیدونم این خوب است یا بد است، مسئله دیگر است. شاید که همین رهبر یگانه نداشتن و گوناگون بودن رهبران و حالا پراکنده بودن نیروهای مبارز شاید این بنفع باشد. شاید که برعکس این همه مبارزه یک رهبر و یک مرکز داشته باشد، شاید این بنفع باشد. چون اگر ما حاضر بیایم بگیم که نه همه باید متحد شوند زیر رهبری یک مرکز، شاید بعضی از برادران مبارز بگن که باز پیمان ملی تاجیکستان یا نهضت یا کبیری میخواهد که همه مبارزین را در زیر رهبری خودش متحد کند و جمع کند و شاید این گونه تفسیر کند و بنابر همین ما این مسئله را به خود ملت، به خود مبارزین واگذار میکنیم. اگرچه من خودم اعتقاد بر این دارم که اگر ما متحد نباشیم، اگر ما مبارزه را یک جایه نکنیم و زیر یک رهبری یک برنامه اگر کار نکنیم، نه تنها در این مبارزه موفق نمیشیم، در تاجیکستان آینده هم موفق نخواهیم شد. چگونه ما یک تاجیکستان یگانه واحد میسازیم و در اون مرحله همکاری میکنیم وقتی که در هجرت در خارج نمیتوانیم با هم متحد باشیم و یک جای کار کنیم. اما بازم تکرار میکنم که این را من واگذار میکنم به خود مردم، به خود مبارزین و کسی نیستم و طرفی نیستم که باید من قرار قبول کنم. ما از طرف خودمون آماده برای همه گونه همکاری، همه گونه اتحاد و همه گونه مبارزه مشترک هستیم. اگرچه رهبر این مبارزه، رهبر این اتحاد از پیمان ملی تاجیکستان یا از نهضت اسلامی تاجیکستان هم نباشد. ما این آمادگی را داریم. اما درباره مهاجرت، برادری عزیز، من شاید چند سال پیش اگر که از من وابسته می بود کمک میکردم به افراد که به اروپا، به کانادا، به جاهای دیگر هجرت کنند. امروز من کاملا مخالفی هجرت مردم تاجیک هستم. نه تنها به روسیه، به قزاقستان، اصلا به هیچ کجا باید ملت دیگر هجرت نکنند، مگر اینکه یک چند افراد بسیار هم سرشناس که اگر در داخل تاجیکستان بماند کشته می شود یا زندانی می شود. باید ما آنها را کمک کنیم که به یک جای امن‌تر هجرت کنند. فرق ندارد روسیه می رود، کانادا می رود، اروپا، هر جای باشد. اما ملت تاجیک دیگر اصلا باید به هیچ کجا هجرت نکند. ما باید از بیرون به وطن برگردیم. اگر بهترین های ما هجرت کنند، جوانان ما هجرت کنند، نیروی کاری ما هجرت کنند، در داخل کشور کی میماند؟ پیرمردها، پیرزنها، کودکها. مگر با پیرمرد و با پیرزن و کودک تاجیکستان آباد می شود؟ مگر ما آینده ملت را ساخته می توانیم؟ اقتصاد پیش می رود؟ اجتماعیات پیش می رود؟ نه، باید ما یک برنامه کنیم، مردم را دعوت کنیم که بس از در خارج کار کردن، بس از در خارج سرگردان بودن و این همه خواری و ذلت را کشیدن. مردم را باید تشویق کنیم، بخصوص کسانی که مشکلی سیاسی ندارن، کسانی که فقط به خاطر کار به خارج می روند، به روسیه و به کانادا و دیگر جا بیاید از رحمانوف طلب کنید که در داخل کشور جای کار پیدا کند. ببینید برادران عزیز، بله ما بعد چند ماه 30 سالگی استقلالیت را جشن میگیریم. استقلالیت برای هممون در کار است. چی لازم است میلیون ها، ده ها میلیون دلار را خرج کنیم فقط برای یک روز رقص و بازی کردن رحمانوف؟ از حالا شروع کردن باز هم مشروفکا و لباس دوزی و باز همون تیاری دیدن. برای چی؟ برای ملت مهاجر، ملت قشاق، تلبنده. بله این جشن استقلالیت رو باید در رسانه ها مردم استراحت کنند، مردم بروند پارک ها بگردند. این همه خراجات را چی در کار؟ این پول را برای جای کار پیدا کردن. یک کارخانه امروز با تکنولوژی معاصر در یک کارخانه کلان در 1 میلیون دلار میشه برپا کرد. من کارخانه تشکیل کردم، کارخانه برآوردن این سلفیت و مواد کاغذی که بهترین در تاجیکستان بود در همون شب و روزها. با 100,000 دلار یک دستگاه های پیشرفته ایتالیا رو آوردن در تاجیکستان و بهترین این سلفیت کایی برای مهمانخانه 5 ستاره رو در دوشنبه استحصال میکردیم تا آن روزی که رحمانوف مصادره نکرد نگیرید. الان نمیدونم کار میکند یا نه، دیگر من خبر ندارم. با 100,000 دلار 10 نفر رو جای کار تامین میکردیم. تصور کنید که با 1 میلیون دلار چقدر
تاجیک صاحب جای کار میشود. چرا برادر عزیز ما فقط در فکر آن باشیم که تاجیک هجرت کند، مهاجر شود به روسیه، به کانادا، به قطر، به کره جنوبی؟ نه، باید ما مرحله بازگشت به وطن را آغاز کنیم. من امروز نمیتوانم برگردم به تاجیکستان برای که زندانی میشوم یا یک برادر مبارز دیگر، ولی کسانی که زندانی نمیشوید فقط به خاطر کار آمدید، همین کار را در داخل تاجیکستان اگر انجام بدهید ریسک انسان هست میگذارد، شاید کمتر از رحمان باید طلب کرد. بنابر همین برادر عزیز، من دیگر طرفدار هجرت به هیچ کجای دنیا نیستم و هیچ کس را کمکم نخواهم کرد مگر اینکه یگان نفر مشکلی سیاسی داشته باشد و امنیتش در خطر باشد. تشکر زیاد استاد. اینجا با ما دوران بیش از پیش پیوست میشوند و خواهش میکنم که با شما صحبت داشته باشند. اینجا ما تنها با رضایت شما میگیریم چون میبینیم چندین یک سوال دیگر شوکت جان، با همین چون یک وعده های دیگر داریم ولی من در برنامه بعدی شرکت خواهم کرد. برای همین نمیدونم انتخابان کی رو انتخاب میکنیم؟ اینجا همه برابر اومدن. خب عمر دویم مراتب اومدن، همین نفر اگر باشن همینجا چون دویم بار وارد شدن، یکم بار نتوانستن وارد شدن، هر گفتیم تقدیرشون همین بوده است که با دویم بار زور زدن. بفرمایید. هستید برادر عمر؟ الو الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت. خب از اولا معذرت میخوام چون دفعه گذشته سبب تکنیکی بود، راستی تلفن خیلی چسبید، دیگر من نتونستم، هر چی تلاش کردم نتونستم. نه معذرت میخوام که وقت شما را گرفتیم. مسئله دوم، انا دوما این سوال دارم از برادر محیدین کبیری. سوال بنده این است که راستی تو جایی که من برنامه شما را مشاهده میکنم، چند نفری که وابسته به پیمان ملی است یا حداقل نهضت اسلامی، در عموم کسانی که به این در یک شکلی رابطه دارن با پیمان ملی، مثلا برنامه شوکت برادر و برنامه برادر محمد اقبال صدرالدین، هر دو اینا یک کمبودی را در بین این دو برنامه راستی من احساس کردم. من نسبت برنامه های برادر شوکت هیچ ایرادی ندارم، ولی نسبتی برنامه های برادر محمد اقبال راستی دو چیز دو نکته را. یکم نکته این که وقتی که کسی به فکر انتقاد وارد می شود خیلی اندک گوش کرده می شود، یعنی حد عدالت از اینکه اون طرف از خوب سخن بتن که فکرش بگد رعایت نمی شود. این چیز در سطح عدالت، یعنی باید هم راوی برنامه و هم انتقادگر هر دو باید در سطح برابر صحبت کنند. حالا طرف دیگر این انتقاد، طرف دیگرش این است که اگر کسی فکری ناراضگی دارد در حال با چاپلوسی و چیز دیگر حکم کرده می شود. خیلی راستی من این چیز اهمیت دادم، چندین بار خواستم تماس بگیرم نشد، کوتاه میگیرم. ببینیم این دو نتیجه دارد. ما حالا در عموم هر کسی مبارزین دعوا میکنن که ما میخواهیم عدالت باشد، هر کسی که میخواهد یعنی دادش رسانده بتواند. من فکر میکنم اولین قدم از اینجا آغاز میشود که ما اگر امروز در سطح یک برنامه اگر فکر یک نفر انتقاد یک نفر گوش کرده نتونیم، چطور میتوند مردم اعتماد کند که فردا در سطح یک رئیس جمهور بدن یا وزیر بدن یا کسی دیگر درد دل یک نفر، حتی انتقاد یک نفر میتوند یک راهبر گوش کند؟ این یک خیلی ضربه سخت است به باوری آینده. من چرا این را به خود برادر محمد اقبال نگفتم، چرا به شما میگم؟ چون تا جای میدونم که در شکل پیمان ملی و چیز دیگر ارتباط دارید. خواهش میکنم چون این عدالت بیشتر در حد شما میبینم که شما صبری گوش کردن انتقادای را دارید. از این خاطر از شما خواهش میکنم که این مسئله دیده شود. و چیزی دیگر،
مسئله نوزکی دیگر، یعنی پهلوی نوزکی دیگرش این که خواهش میکنم بگذار مثلا این چیزا باید برای اونو درک کرده شد، اونو درک کنن که مثلا من شاید طرفدار حکومت نیستم، مثال گیریم اگر طرفدار شما هم نیستم، به سبب چی؟ از حکومت به خاطر که کمبودی های دیدم، انتقادای دارم و شاید از شما هم اینجوری بگذار نکته های هست از شما قبول دارم، نکته های هست از حکومت قبول دارم. چرا باید من یک چاپلوس باشم از اینکه از شما انتقاد کردم یا بگذار از حکومت یا از کسی دیگر؟ همین مسئله خواهش میکنم که تا حد امکان آیا همین مسئله بازنگری شده است یا نه، یعنی برنامه ها دقت داده شده است در این مسئله یا نه، یا اگر نه در آینده همین مسئله بعدی بررسی میشود یا نه. سلامت باشید. سلامت باشید برادر عمر. واقعا عمروار صحبت کردید و بسیار با من خوش آمد صحبت شما برادر. و حالا وقتی که صحبت قطع شده بود و نوبت اون رسید، من گفتم اگر عمر نیست به همون ترتیب عثمان و علی بعد بیاین. بعد از عمر که الحمدلله خطون آمدید و عمروار وارد شدید. ببینید مسائل بسیار خوب و مهم مطرح کردید و من چرا خوشحال شدم؟ برای اینکه کیها باز همین خیلی یک اعراض و انتقادی سازنده را نشنیده بودم. متاسفانه وقتی که مثلا درباره ما گپ میزنن گاه احساس میکنیم که یک مبالغه میشود در تعریف از ما، یا وقتی تنقید میکنن در تنقید هم مبالغه میشود. اما شما خیلی سازنده و با انصافانه رفتار کردید، اگرچه خیلی تنقید کرده از فعالیت ما در مجموع. من چند نکته رو میخوام با شما اینجا بیان کنم و شاید که باز برگردیم به همین موضوع. اولی که پیمان ملی تاجیکستان یک ائتلاف همه گروه ها و سازمان ها هست که در اینجا یک سیاستی این شکل نیست که ما همه رو مجبور کنیم و بیتوانیم همه رو کنترل کنیم که در یک سیاست باشن و هم حرف ما رو گوش کنن. بله من امروز رهبری پیمان هستم و هر کسی هم در جای ما اگر رهبری پیمان می بود همین طور می بود که او تنها یک نقش نمایندگی دارد و نقش هماهنگ کننده. اما دلخواه اعضای پیمان چه یک حزب و حرکت باشد چه یک شخصیت و مسئول هر زمان میتواند بگوید که میبخشید این موقع شخصی من است یا موقع حزب من است، به شما ربط ندارد. شاید فهماندن این مسئله برای شما یا قبول این کمتر دشوار باشد یا برای مردم. چرا؟ برای اینکه ما عادت کردیم در تاجیکستان که هر چیزی که رحمانوف گفت همون میشود. رحمانوف گفت که کبیره را خائن بدانید، اعلان کنید، همه رسانه ها و فابریک جواب کبیره را خائن اعلام میکنند. رحمانوف گفت که مردم قرقیز را وحشی و کوچمنچی اعلام کنید، همین خیلی میکنند. فردا اگر باز رحمانوف یک گپ دیگر گفت با هم مردم قرقیز دوست و برادر میشد، خیلی که ازبک‌ها شدن و شاید که باز مناسبت نسبت ما هم تغییر کنند. وقتی که ما را تنقید میکنن، من در ورشو با یکی از نماینده‌های حکومت ملاقات داشتیم در همون حاشیه. بعد گفت که چرا رسانه‌های شما یا نزدیک به شما دقیقاً همون کاری را میکنن که رسانه‌های ما میکنن، یعنی بدون دلیل گپ میزنن، گاه با مسائل شخصی میرسن. شما مگر به همین راضی هستید؟ گفتم نه من راضی نیستم به این چیز. گفت پس چرا پیش روی اونها رو نمیگیرید؟ گفتم نمیتونم، برای اینکه گپی من رو نمیگیرن. و وقتی من میگویم که برادر همین کار خوب نیست، به مسائل شخصی به زندگی شخصی مردم رسیدن، اگرچه دشمنت باشد رقیبت باشد، او جواب دارد میگه که اولش که حکومت همین کار رو کرده ایستاده است، ما رو با مسائل شخصی و خانواده مردم دست درازی کرده ایستاده است، چرا من با عملی به مثل نکنم؟ دیگه این که خودت کی هستی که به من این سپارش رو میدهی؟ مگر خودت یک دیکتاتور دیگر هستی که هر چیزی که خودت میگی من بکنم؟ خب نظر شخصیت رو بگو، اگر که قبول کردم، اگر نکردم فقط برای اون که رهبری نهضت یا رهبری پیمان ملی تاجیکستان هستی، من نظر شخصی خودت رو قبول ندارم. اگر همه چیز با سپارش و فرمان میشه، پس فرق تو از رحمان چی است؟ ببینید همه این مسئله دو پهلو دارد. من حال نمیگم که این وضعیتی که در ما هست خوب است یا بد است، من واقعیت رو گفته ایستادم. شاید از یک طرف خوب است که ما در اینجا آزادی اندیشه داریم، گوناگون اندیشه هست و مردم در فعالیت و موقع گیری هاشون آزادی دارن، استقلالیت دارن.
از طرف دیگر این مشکلی رو هم خواهیم داشت که وقتی که به یک نفر میگیم که مثلا طرز گفتار و مناسبت رو تغییر بده، این مسئله ها را دیگر دخالت نکن، اون میگه من مثلا شخص مستقل هستم، ولی برای اون که خودت رهبری پیمانشوری یا نهضت شدی معنی ندارد که من همه چیز حرفی تو رو قبول دارم. یعنی خیلی در اینجا ما بحث داریم. مثلا همین برادر شوکت جان، حالا دیگران رو مثال نمیارم، شوکت که هم اعضای نهضت است و هم با ما برادر و دوست و نزدیک است، اما وقتی که بحث میکنیم در مسئله ها، مگر هم شوکت جان خودت چند مرتبه حرف ما رو رد نکردی وقتی من گفتم که برادر شوکت جان همین سرلاها خوب نیست، یا مثلا حتی در صحبت خودم شما جوابتون این بود که پس فرق بین خودت و رحمانوف چی است که یک به کار رسانه مستقل دخالت میکنید؟ وقتی من توصیه دادم، یعنی شوکت جان جوابش در من هست، گفت که پس بین دیکتاتور رحمانوف و دیکتاتور کبیری هیچی نمیموند. برادر عمر، در ما در اپوزیسیا تا اون حد آزادی و استقلالیت گوناگون اندیشی هست که یک روزنامه‌نگار نزدیک به ما یا عضو پیمان به رهبر پیمان میگه که من نمیخوام تو خودت مثل یک دیکتاتور رفتار کنی. در این مسئله من رسانه مستقل هستم و نظر خودم رو میگم، فقط نظر خودت رو همچون توصیه بگو و نه اینکه فرمان بیته. بعضی هم فکر میکنن که اگر رحمانوف همه این فیلم خیانت و نمیدونم فیلم ها زیدی من و محمد اقبال و زیدی اپوزیسیا با سپارش رحمان میشه، هم حرفایی که از طرف اپوزیسیا گفته میشه این با سپارش کبیری یا با هماهنگی کبیری با آگاهی کبیری میشه. نه برادران، این خیلی نیست. ما هم باید در اینجا یک کاری کنیم که هم باید استقلالیت و آزادی مردم زیر سوال نرود، هم یک مقدار این برادرای ما هم آگاه باشند که ما بعضی مرزها رو نگذاریم و معیارها رو رعایت کنیم تا اینکه مردم فکر نکنن که این همه سیاست‌های پیمان ملی تاجیکستان است و پس پیمان از رحمانوف چی فرق دارد؟ اونم مثلا به حیات شخصی مردم دخالت میکند، پیمان هم همون خیلی است. اونم میاد تحقیر میکند، اپوزیسیا هم همین خیلی است و اونم میاد پیش رای تنقیدها را میگیرد، قطع میکند که هیچ کس تنقید نکند، تحمل پذیری نسبت تنقید ندارد. بلاگرها یا نماینده های اپوزیسیا هم همین کار را میکنند. یک نکته دیگر است، من باور ندارم که محمد اقبال یا شوکت جان یا دیگر بلاگرهای ما پیش رای تنقید را بگیرند. پیش رای تحقیر را میگیرند بله، اما وقتی که یک گروه از آدمان میاد سوء استفاده میکنن از این آزادی که بچهای ما میتین، برادرای ما در رسانه میتین، بعد این منبرها رو برای تبلیغ رحمانوف، برای سیاه کردن اپوزیسیا، برای تهمت پراکنی، دهشت پراکنی، نفرت پراکنی استفاده میبرن، بعد این مجریان مجبور هستن که پیش رای آنها رو بگیرن. و منم بارها دیده بودم که محمد اقبال میگفت که خب شما همون منبرهای خودتون رو برای تبلیغ خودتون استفاده میبرید، حداقل اینجا رو استفاده نبرید و قطع میکرد. اما انتقاد پذیری فرق میکنه. منم دعوت میکنم از برادران مبارز که یک مقدار سطح انتقاد پذیری خود رو بالاتر برن و حرف طرف دیگر رو گوش کنن. من خیلی از این صحبت شما برادر خوشم آمد که شما گفتید که من نه طرفدار رحمانوف هستم، طرفدار حکومت هستم، نه طرفدار شما. کارهای مثبت رحمانوف رو هم میبینم و میگم، کارهای شما رو هم، کارهای منفی شما رو هم تنقید میکنم از رحمانوف رو هم. این بسیار موقع سالم و سازنده است، کاش که اکثریت اهالی ما چنین میبودن. اگر چنین است، شما همین موقع دارید. من این را به شما میگم از برادر شوکت جان، از داملو محمد اقبال، از همه برادرانی که حرف ما یک مقدار برای اونها ارزش دارد. این فرمان نیست، شما رسانه‌های مستقل هستید، اما حرف ما اگر برای شما ارزش دارد، این گونه برادران رو بیشتر میدان بدهید، بگذار اینا تنقید کنن، ما را هم تنقید کنن. من از همین تنقید همین برادران هیچ ضرر نکردم، برعکس خیلی مسائل رو یاد گرفتم، پیدا کردم برای خودم و اینا خیلی فکرای سالم دارن و بگذار ما رو تنقید کنن. ما که به کمبودی نیستیم، ملک نیستیم. بنابر همین برادر عزیز عمر، خیلی خوش آمد از این صحبت ها و حالا برادر شوکت جان همین بعض تماس های مستقیم اینها رو با ما هم تشکیل کنید، چون من نمیدونم این برادر عمر و عمرها چقدر نیاز دارند به ما.
عموما همچون رهبر پیمان ملی تاجیکستان نیاز به اینها دارم. باید که نه تنها توسط شماها بلکه مستقیما با اینها سوال جواب کنیم، نظرهای اینها را بگیریم و خیلی استفاده میکنیم. خداوند خیرتان بتد برادر شوکت که این فرصت رو برای ما داده. برادر عمر با وجود تنقیداتان خوبی همین محمد اقبال و شوکت و این رسانه همین است که یک وسیله ارتباط بین ما و شما میشود و این رو باید حفظ کرد و ادامه داد و ما آماده همکاری هستیم با شما. خداوند نگهبانتون باشه. اگر من اینجا یک سخن دیگر داشتم بخشش زیاد من الوه کردنیم که برادر من تنقیدی برادرانه داشتم، چیزی دیگر نبود. بازم این که من خوبی های هر دو برادرایی که ذکر کردم میدونم. من چرا گفتم که از برادر شوکت جون انتقاد ندارم در این مسئله، چون کمبودی هر جای باشد از طرف هر کسی باشد باید گفت. از طرف دیگر حالا این من بعضی تجربه های کارکرد در داخلم دارم، چیزهای دیگر و یا مقدار با مردمم. از این خاطر میگم که انتقاد در هر شکلی باشد یک منفعت خود رو دارد برادر. اگر در شکلی باشد که نمیدونم بعضی هایی که از فرمای جواب زنگ میزنن تا حدی این چهره دروغتر بودن چیزهای خیلی دیگر آشکار میکند. از طرف دیگر برای تا حد امکانی هم من نمیگم شاید به هر سفسطه‌گوی اون منبر دو تا حدی که وقتی مردم رو بگیرد، ولی حداقل همون قدر باشد مثل برنامه‌های برادر شوکت جون که بگذار عدالت رونمایی کند. جمله‌ای که شما گفتید شاید که من وقتی این شکایت به شما کردم برادر انتظار فرمان شما را نداشتم، البته چون اگر انتظار فرمان شما را می داشتم من از اول اعتقاد به شما هم نمی‌کردم، چون میدونستم که اصلا این شما همچون برادر هستید، با هم دیگر هستید، شما را استاد میدونن. انتظار از این داشتم که توصیه های برادرانه داشته باشید که ان شاء الله اونها هم نباید که رد کنن. نه حتما برادر عزیز من این توصیه رو خواهم کرد و خودشون هم حتما شنیده ایستادن. بعدا یادت ما نرود که برادر داملا محمد اقبال بیننده خاصی خودش دارد، شوکت بیننده خودش دارد، دیگر گروه ها حتی همون فابریکه جواب هم بیننده خودش دارد. یعنی ما نباید تلاش کنیم که برنامه‌های محمد اقبال مثل شوکت شود، از شوکت جون مثل محمد اقبال یا یکدیگر رو تکرار کنند. این گوناگون اندیشی و تنوع در پخش برنامه‌ها از یک طرف کمک میکند که هر کس همون خواسته خودش رو پیدا کند. برای همین بله توصیه عمومی باید گفته شوند، اونها باید هم برادرها حتما میشنوند. مهم که همون مرزهای اساسی رعایت شود. ما خدای نکرده مرزهای اخلاقی دینی رو تعرض نکنیم، نگذاریم. دیگر در اون بین هر چیزی که گفته میشود باید گفته شود. الحمدلله که تا امروز نه برادر شوکت جان نه محمد اقبال هیچ کسی مرز اخلاقی، قانون، شریعت و مرزهای خصوصی رو عبور نکردن. از این به بعد هم انشالله نخواهند کرد و حتما این توصیه ما و شما رو حتما به نوبت میگیرن. تشکر. یک توصیه دارد، یک برادر معذرت زیاد برادر یک پیام دارد به شما که میگوید که شخصا چون کنم میگن که برادر که و برادر مویدین کبیری برسانیم که ما اگرچه چهره های آشکار قطعی که کار نکردیم، با اونها مستقیما در تماس نبودیم، مستقیما همراهی نکردیم، ولی همین برادر همین چی گویم اعتماد در دلشان داشته باشن که من و چند برادرای هستن که الحمدلله کارهای کردیم در داخل که حتی اگر با شماره حساب نشود صدها نفر رو از اون گمانهای بدی که نسبت به شما داشتن تا درجه تونستیم قانعشان کنیم که گمانهاشون نیک شود و الحمدلله این فعالیت ها دوام خواهد داشت. حتما دعاگوی ما هم باشن. سلامت باشید. این پیام برادر رسید و سلام ما هم به اون برادر و همه برادران و خواهرانی که در پس پرده پنهانی با وجود این همه مشقت ها زحمت میکشند و ما را کمک میکنند، در دعا هستند برای ما و برای دیگر مبارزین. با اونها هم سلام برسونید و با استفاده از این فرصت با اونها تشکر خود و همه مبارزین را میرسونم. خداوند نگهبانشون باشد و محض مبارزه همین گروه بزرگی پنهان و پس پرده هست که این کارهای ما نتیجه میدهد. اگر مردم فکر کنند که با همین صحبت‌های من و شوکت جان و محمد اقبال و با همین کار بود میشود، غلط هستیم.
بلکه همون زحمت و تلاش شبانه روزی مردمی هست که در پس پرده کار کرده ایستادن و بعدا مجبور میشن که اشتباه های ما رو اصلاح کنن یا اینکه سفید کنن در پیش مردم، چون بالاخره ما هم در صحبتامون اشتباه میکنیم در موقع گیری ها و این مردم مبارز است که در پس پرده این همه را اصلاح میکند و به مردم خوب تفسیر میکند میرساند. خداوند خیرتون بتد و انشاءالله که این همه اعمال در این کارهاتون به جزا به پاداش نخواهد بود و پروردگار پاداشی مناسب خواهد داد. سلامت باشید برادر. تشکر زیاد به شما استاد گرامی که وقت پرقیمت خود را دریغ نداشته طول این چند دقیقه با ما بودید. ما خیلی وقت کم را از شما پرسیده بودیم و این خاکساری و سلامت باشید. واقعا شمکت جان خودم همیشه برنامه دارم ولی خوشم میاد که با مردم وقتی که صحبت میکنیم بعد آدم حیف میداند که همین قدر صحبت‌های خوب و جالب و مردم دردی برای گفتن دارد، این ما قطع کنیم و برویم. دیگه کارها مهم هستند ولی این مهمتر است و ما در خدمت مردم هستیم. تشکر با شما. تشکر. صحبت‌های بعدی خداوند نگهبانتون باشه. سلامت و سربلند و پیروز باشید استاد و به همه پیروزی را خداوند نصیب کنه. آمین. خدا نگهبانتون باشه. تشکر. تماشاگران عزیز گرامی، با ما بودند رئیس پیمان ملی تاجیکستان محی‌الدین کبیری و با ایشان تشکر میکنم چون ما وقت خیلی کم پرسیده بودیم و طوری زیاده از 2 ساعت و نزدیکی 3 ساعت با ما بودند و تشکر با آنهایی که ما را پیگیری کردند، ما را تماشا کردند و تشکر با آنهایی که میل سخنرانی داشتند و نوبت به آنها نرسید. عذر بی‌عدد میخواهم و تشکر با آنهایی که فرصت یافتند و ملاحظه های خود را گفتند و سوال های خود را داده جواب خود را گرفتند. سوال هایی که شما دادید بگذار این را بگویم که سوال های ملت بودند، سوال های مردم بودند و درد دل مردم بودند و جواب هایی که گرفتید جواب ها برای نه فقط شما و برای تمام ملت بود. برادران عزیز، در اینجا تنها به یک چیز اشاره میکنم. استاد کبیری گفتند که شوکت محمد اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. بله، از سال 2004 اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان هم در همین حزب فعالیت کردم، در چندین مسئولیت ها بر دوشم بود، فعالیت کردم. و برادران عزیز، چرا در بین تمام احزاب سیاسی تاجیکستان، چی در خارج چی در داخل عین حال، چرا من محض همین حزب نهضت اسلامی تاجیکستان رو پذیرفتم؟ برای چی؟ برای اینکه چنانه که اشاره کردند تا به همین وقت، حتی در وقت مسئول بودنم، حتی در دیگر وقتها، آزادی کلی در سخن، در رفتار، در گفتار، در همه حالت آزادی کلی مهیا هست. ما رسانه تشکیل کردیم، در رسانه ما تا به حال نه رهبریتش نه دیگر ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بجز توصیه یگان دخالت نکرده است. بیشتری وقت آشکارا میگویم، حالا استاد کبیری نیست به یک مسئله اشاره کردن، ما میتوانیم رد کنیم، نپذیریم و کار خودمون رو پیش ببریم. و همین است که مخلصان زیادی پیدا کردیم و خبرهایی رو پیشکشی مردم میکنیم، مقاله هایی رو پیشکشی مردم میکنیم، هم به زبان تاجیکی، هم به زبان روسی، هم به حروفات فارسی، هم به انگلیسی و هم به زبان عربی. امروز به ما میسر شده است رادیو پیاده کنیم، به ما میسر شده است شبکه ماهواره تشکیل کنیم. همه این به چی دلالت میکند؟ به آن دلالت میکند که در تصمیم و در ابتکار آزاد هستیم. بسیار مسئله های را جوانان و هوسمندانه شخصانی با استعداد ابتکار میکنن، حرکت میکنن، هوس میکنن، کوشش میکنن که همین کار شود. بسیار نفران صد راه میشوند، اما در ما ابتکار
برادران عزیز سزاوار تحسین می شود، ابتکارها پذیرفته می شوند، حتی دستگیری می یابند. انا برای همین هم ما در این حرکت هستیم و وقتی که ابتکار دستگیری می یابد، شخصان شایسته در سری کار می شوند، انشالله که ما پیش می رویم و همین سیاست اگر در تاجیکستان پیاده شود، انشالله تاجیکستان گل می شکفد. در تاجیکستان چی نمی رسد؟ شایسته سالاری نمی رسد. در تاجیکستان چی نمی رسد؟ آزادی فکر، آزادی اندیشه نمی رسد. و همین سیاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و خصوصا پیمان ملی تاجیکستان اگر در تاجیکستان پیاده شود، ما به یک کشور پیشرفته انشالله که مبدل می شویم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکتی محمد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.